خلاصه حسین آقا ما اومدیم چیز کردیم گفتیم نرو. خب حالا من چیز که به دادشه و اما احمد خب تو علت دادشه میخوای. من به خدا نمیدونم مسئله شما هنوز. من مسئله چی استنباط کردم، گوش کن به من حالی که مسئله چیه که من میگم. من چی استنباط کردم که اون روزی که سوگنامه دادید شما چیزاتو داده به داداش، هیچ چاله دستت نیست. خب باید یه چیزی دستتو بگیره، یا پولشو بدن نمیدونم، یا خونه تو بدن، یا خونه برگردن، یا هر چی. اعتراض شما من اینجوری فهمیدم که برای اینه که هیچ همه مثلا چیزتو دادی، سهم تو هیچ سهمی دستت نیست یا هیچ چی دستت نیست غیر از اینه نیست دیگه. نه منظورم که اعتراض شما غیر از اینه. آخرین چیزی هم که پاره شده دیگه. آفرین دقیقاً. حال سوگنامه اصلی میگم پاره شده. دقیق درست. خیلی خوب. ما اومده خب پاره شده بعد چه کار کنیم الان؟ یعنی اصلا این حالت ایجاد نیست. مامانم که گفت میگه اصلا کلا که متوجه نشدن، نگرفتن، یعنی جایزش گرفتن، متوجه شدن که اینم راضی نی. شما اونو داده، اون رفته ششتون کرده، هیچ دستت نیست. خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که حسن آقا به شما دینشو بده تحت هر شرایطی، یا برگردونه یا نمیدونم اجاره بده یا پولشو بده دیگه. یکی از این سه راه حل قبول داری؟ پیشنهاد دیگه داری؟ نه من وقتی اینجوری حسین الان ناراحت از من میگه مثلا منم جزء تیم کلاهبردارا حساب بشم، خب من بفهمم مثلا مسئله ما چی هبل. شاید این یه چیزی ناراحت از یه چیز دیگه ما نمیدونیم. من تا این حد میدونم میخوام رفع مسئله اینو بکنم، هیچ مسئله دیگه نمیشناسم غیر از این. اومدیم به حسن آقا گفتیم دیگه ببین ما هر دفعه میام حرف میزنیم میریم تو یادشو میره. این دفعه دیگه ببین من از یک شنبه تا اومدم که ببینم مسئله حل شه که درست شه، بفهمیم چیه. خدا وکیلی نه به خودم میگم نه به فقط میخوام به هر کیم بگم میگم مثلا مقصر بر فرض مثلا حسن آقا کوتاهی داره خب چون اینجور که عنوان بشه، ولی کم یعنی به شما برنگشته چیزا یا سهمه یا هر چی. قبول داری اینو؟ خب تا اینجا ما میگم چی یک شنبه تا وایستیم تا بفهمیم راه حل بزنیم پیش پا خودمون. یعنی یه مسئله پیش اومده راه حل بزنیم، راه حل حلش کنیم. الان من اومدم این پیشنهاد گفتم که ببین چاره‌ای نداریم غیر از نقد ترین حالت اینه که اینجا که خونه مامانه به فروش برسه، پول شما مثلا به سهم حسن آقا هر جوری انگار که مثلا خریده، انگار که خونه ی حسن آقا فروخته شده. خب این حالت حالا میگم اومدیم اینجا بفروشیم. اول که بودن اما احمد راضی نی، اما احمد تو صحبت کردیم تو داده در قبال اینجا اوجا رو ما دادیم، تموم شد رفت. اما احمد رضایت داد که اینجا رو بفروشه، هیچ مسئله نداره. بعد میشیم مامان، میگم مامان خوابش دوست داره اینجا بشینه. مامانم که گفت نه من رضایت دارم به خاطر بچه‌ها مسائلشو حل بشه و اینکه زودترم سر سامون بگیرن و بالاخره گرفتاری‌ها و اینا حل بشه. کلوسی شیرینه گفتم من تا کی زلت بچه‌ام ببینم. من تا گفتم من تا کی زلت بچه‌ام ببینم. من میخوام رو اینش لذتشو ببرم. میخوام ایدم من برای خاطر شما، یعنی خودت دوست داری مشتری گرفتاری داری همه میگن اینجا که بگوی مدیونش برای خاطر شما و برای خاطر بچه های دیگه حالا حسین باشه، حسن باشه، زهره باشه، زینب باشه، برای خاطر گفتم اینجا رو میفروشیم سهمش رو بشویده من سهم خودم و خونه بخرم. خب واسه گوش کن. بعدش گفتیم دوباره مامانم که میگه آره خب هیچی. بعد حسن آقا بیا ببینیم این الکی نگن مثلا ما آره دوباره نه آره نه. به داداشم گفت مثلا 2 سال پیشم گفتم ایجار دیگه چی چشمش ندارم که بگم مثلا دوست دارم. آره من اگه نمیگفتم نه به خاطر که مثلا مادر میگفته اینجور یا هست. حالا اینجا رو میفروشه، یعنی پس او ستا که اصلی مثلا سهم بیشتری یا احترامی بوده و اما احمد که سهم نداره بس احترامی او راضی بوده. مامان و داداش هستن بعد سهم بیشتر تو باید تویی راضی هستی اینجا رو ما بفروشیم خب که بیاد سهم تو داده بشه از طریق این خونه. خب من حالا حرف دیگه که زدم این مال این تیکه شما رضایت تو بگی. بعد مثلا زهره زینب من اینام سهم نداریم بالاخره حالا به کوچکترش هم باشه میگیم نه همه راضی بشن به فروش که وقتی میخوام بریم بفروشیم یا رو قولنامه کردیم رفع زیرش نزنن. حسن آقا گفت به حسین گفت نه خب من دارم بهت میگم ببین اینو میگویم درست تو این وسط فروش اینجا تا خرید خونه بره مامان یه پروسه زمانی طی میشه دیگه. که بهش من حرفی که زدم مامان میگه نه بذار باشه تا بفروشیم. گفتم نه اینجور نمیشه. زبون املا توی 6 ماه میخواد بشه دیگه. یک کیسه باز به رفت
حالا کی بخواد بده، کجا بدن، چی بدن. امروز که ما قرار بود شما صبح زنگ که بیاد که اصریه اصغر قطان که صلحنامه رو نوشتن، حسن آقا، عمو احمد، شاما، مامان که ذی‌نفع مثلا این صلحنامه بودن جمع شدن. ما هم به عنوان شاهدی که دادشه گفت 2 تا شاهد دیگه هم بخواد. 2 تا شاهد دیگه هم امیر حسین و ابوالفضل 2 سال دارن به من میگن خاله بیا اینا رو آشتیشو بده. میگم آخه قرار نیستن، مسئله ما قرار آشتی نیستش که مسئله اینه. منم به اونا گفتم مسئله که صلحنامه‌ای بوده بی خودی قرارداد شده زیر سده شده، حسین رفته داده و سهمشو هیچی دستش نگرفته. الان میگه که الان چیزی اگه من به اصغر قطان میگه بیجا امروز قرار بود بیاد بهش بگم صلحنامه اگر دست توه که دست توه برات شکایت بکن اگه ندی داداش شکایت دفعه ما اینو گفتی دیگه که حسین من حق دارم. نه نگاه کن ببین ها نه ببین یه جوری بگو که متوجه شن حسین حرفاتو تا زمانی که نه خودت حرف بزنی نه حرفایی که زده شدن حرفی ندارم. حرفای زدم. خب اینا میگم هیچ ما با خود سردر نمیاریم. حرفا رو به شما زدم. دقیقه بذار سامان نرسید به نتیجه نرسید حرف من. نگاه کن امروز صبح که شما میمدی تایید میکردی که قبول داری اینجا فروش بره و صلحنامه رو قبول داره. گوش کن پس بعدا نگید به خاطر تو فروش. نه دارم میگم حسین این بنت این خود زنش بگم چی حسین دقیق گوش کن اینجا گوش داره باشه. نه دروغ نه نمیگم حسین دروغ نمیگه دروغ. یه دقیقه گوش کن حرفو نذاش تا آخرش رفتیم اهو جلو. من بهش گفتم نگاه کن یه دقیقه حسین آقا ببین ما که اومدم یاده نشد به جز سهمی که من اونجا دارم بده اینجا رو. آره منم امروز دوریه بهش گفتم خانم خود بفروشه. خب دروغ نگو عزیز. گوش کن حسین آقا ببین میگه که ببین الان شما یه چیزی اصلا اون دروغ بگه ولش کن. من فهم نمیکنم وقتی هم میخوام بفروشم مکنه نمیدونم میگم نه نمیتونی بخری حسین میتونی بخری. نه من برام چارله حسین الهی فدا چه دقیقه گوش کن. ما اصلا الان نمیوردم بگم بفروش به قول دادشه یا فروشنده باش یا خریدار. اگر میخوای حالا هر جایی وقت ببینی ذهن زمین داره خودت داری یه وقت ببینی اصلا من دور از جونشم دورشه من غلط میکنم حرفو بزنم بری فرض مثلا شاید پول داری من نمیدونم ببین یا بیا به سهم بقیه رو بخری یا که اگه مایلیت به فروشش گوش کن بفروشی. یک کدوم از این دو حالت این میشه مال مرحله که واسه 6 ماه پروسه طول میکشه چه تو بخری چه غریبه بخره. قبول داره اینو؟ خیلی خوب. ما میام تو این 6 ماه بعد یه اتفاقی بیفته. اگه صبح شما حالت تشریف آورده بدی اصریه اصغر قطان عمو احمد اینا که بهت گفتم میان میشینن مینویسن هر آنچه صلحنامه‌ای قبل از این بوده باطل و حسین دباغ سهم خونه‌ای که حسن دباغ داده یا هر آنچه داداش واسه غیر از سهم خونه خیام طالقانی معامله دیگه با هم کرده شما برادر سر و صلحنامه کرده یا نکرده؟ نه. الهی خدا خیرت بده. پس فقط سهم ارث عزوز را سهم ارث پسروار خودت از خونه دادشه بهش داده ای. درسته حسین آقا؟ اینو میایم مینویسیم که این نیست همچی چیزی. سهم مال خودش محفوظ هست یعنی برگردونه در واقعش. قبول داری؟ این برگردونه سند که برمیگرده سند میتونه بره برگرده میگی که بره دوباره از سر سند که بر نمیتونه بگرده چون ما قراره اینجا رو بفروشیم پول بده. زبون الله توی پروسه که خرید و فروش هم میخواد پیش بیاد اگه حله که به ذهن منه حالا هر جوری گفته زده شده بیان به راضی هم شدن که بیان بنویسن این کارو بکنم. گفتیم من گفتم بریم محضر بنویسید. اگر محضری گفت نمیشه چون قبلش سند خورده دیگه نمیشه یعنی بعد اون سنده. خب قبول نی محضری میگه اگه شهادتی اینجوری باشه شاهد باشه تا دادگاه میره. ببین بازم من لحاظ قانونیشو نمیدونم من فقط لحاظ ای که انسانیشو میگم این کارو بکنیم که دستمون باشه تا کی همین امروز شما بخوای بخری برادر اینجا رو بسم الله نه راضی به فروشی بسم الله ما میفروشیم. حالا هر آنچه که شما بگی دوباره اینم چیزی که این تصمیمی که تا الان گرفتیم اگه خودت فکر کردی پیشنهاد دیگه خواهشاً حرف بزن. هی ما میگم تو مثلا بره خودت برداشتای خودت رو میگوی یا اینکه استنباطای خودتو اگه که اینو قبول داری قبول نه خواهر من پیشنهاد دیگه چی بود؟ اما احمد زمین صحراشو بفروشه کی فروش بره خدا عالمه کدوم زمین فروش بره چه پول به تو بدن مثلا. خب این که ربطی نداره. من حرفی که به حسن آقا زدم این کمک میشه به حسن آقا قبول نداری؟
من به داداشم گفتم او میشه انگار که اما احمد خریده مثلا لطف کرده به اون پول بیشتر. خب تو من از زینب زهره ایکس ایگرگ زد چه فرقی با حسن آقا داریم که میشه؟ منم اینو گفتم یایی که اون قبول کردن که مثلا این کار بیخودیه و فوتی نیست از طرفی اصلا به خاطر شما نمیفروشن جارو. من از یک شنبه اومدم مامان موش دارن سوسک دارن بعد خدا وکیلی زینبه اومده بچهش اومده دیگه حسین هستش زینبه با مان و بچهش خواهد بود تا معلوم نی که کمایی که وقتی که اینا باشید هیچ سر سامان درست حسابی داشته به هر کل کچری خمدات میگم اجباره دیگه بره ولی وقتی که یه سکنا بره خودشو داشته باشن یا جایگاه خوبی حداقل 2 تا اتاق یا اتاق بر بچه باشه یا که مامان دیگه درس موش و اینا آسی نمیشه. بابا یه تاون بگیرم به داداش گفتم به تو هم میگم 4 تا موش مکش 4 تا گذاشته تمام ایجار برو ببین نمیری آشپزخونه رل کردیم از روز اومده تمیزکاری کردیم اینا. خب آقا چرا بعد یه خونه بره مامان میخرید 2.5 3 تومن تو شهر اندازه خودش اینجا من نمیدونم اینجور که شما هم اگر تو کاشان هستید بالاخره قیمت دست دارم. من تو دیوار که دیدم اینجا رو کف مثل 30 تومن میخرن 30 تا 3 تا 900 تومن 9 تومن یا 9 میلیارد نه 8.5 4 تومن مثلا مامان میشه نمیشه حسین با 4 تومن هر خونه میتونه راحت بره بخره. گفتم که گفتم باشه خب نگفتم نمیدونم حسین جون میخوام 2 تا آپارتمان من گفتم میخوام رضا باشه نه نگاه کن فقط گفتم مشکل نداره. خب ببین میگم نمیشه بیای فردا بعدش هم چیزی دیگه گفتم. آره چی گفتی؟ گفتم حسنت دروغ میگه عزیز یادت هیه نه حسین آقا به خاطر که ما نه من خاندم میگو دروغ میگه حسین آقا که دروغ نگه بیان باطلش کنن. آره ببین با حسین جوله فدات باطل کنن و برگردونن باطل آره کردن او تنهایی من قبول ندارم میگم آره او باطل شد. بعد ببین ما اما احمد میگه حسن آقا میگه من بهش گفتم قول اصلی نیاورده بودی حسن آقا میگه قسم خورد ما دادم اما احمد جلو اما احمدم اما احمد میگه پاره کرد میگم این که خودتو به خودتو پاره کرده به ما ربطی نداره ما ندیده میخواستید بیارید تو جمع همه پاره کنید چون که تو جمع پاره نشده همو جمع بیاد بشینید بنویسید. میگه کپیشو نداریم اصلشو نداریم هیچی نداریم باید به او ما به سبق او بنویسیم قبول داری یعنی به تبع او مینویسیم. پس یه چیز کلی میریم من فردا من محضره میپرسم هم چه اتفاق افتاد چه کلماتی بنویسیم که او تموشه و چه کلماتی بنویسیم سندی که خورده شده بدونید که اون مال اون نیست برگردونده شم. میفهمی حسین آقا؟ خب اینا رو بنویسید تا زمانی که اینجا رو به سرعت اینجا که خوب فروش میره قبول نداری خوب فروش میره اگر که اینا هم چی یا شاید بره ما گنجه فکر میکنیم زود شاید هم مثلا بره پدرمو در به تا بفروشیم اینجا ما همه خودمون گنجه بریم یا اینکه اینجور بشه تا خونه بره مامان بگیریم اون چی که با از دنگی سه دنگ آقا هست سهم الارثامونو ور میدارن هر کدوم و بدهی شما بخون دادشه اونجا چطور داده میشه اونجوری که نمیدونم اون موقع زمینش الان زمین الانشه ساختمون اون موقعشه چون الان داره بدهی داده میشه دیگه به قیمت اون موقعی که بدهی داده شه با شما دادش چه میدونم بده بستونشو میکنه اینجوری تموشه بگن نه تو به در کشتگی با نه او به در کشتگی با شما داره فقط داداش این باره داره که فقط 2 تا میگم عزیز این حالته کش داره ناراحتیه به غیر از عذاب بره 2 تا 2 و به والله قسم به غیر از ناراحتی بره من چیزی ندارم من میگم به خدا قسم هر آنچه که میدیدم مثلا بایکوت کردم که ببینم ناراحت میشم بعدم فکر میکنم شاید یه چیز دیگه که من نمیدونم آخه من چه سهمی دارم که هر دفعه میام اینا رو میگم فقط غلط من اینه که حرف میزنم و ادامه نمیدم این دفعه وایسیدم یک شنبه تا الان فکر کنم جمعه است وایسیدم تا زمانی هم هر کدوممون آخر بگید به تو چه بذار برو نمیذارم برم تا تموشه دلم منم اینو میدونم این راه حل منم راه حل دیگه ای الان داری بگو نداری فکر کن بگو دیگه چیز دیگه داری من مشکل میشه اینه که میدونست همه رو اون روزم بهت گفتم 1.5 ساعت بشه بودم تنها سند منایی این یعنی چی؟ بینامه که برایشان پاره کردن آره. تنها سهنامه سند دخواه حسین آقا سهنامه اولیشو خیانت اسقر آقا کرد که قرار بیش امانت باشه دولت چه کنه که بره خونه 6 کنن بدون اطلاع ما 1
یا یه دونه اینه؟ نه نفهمیدم اینجا چه اولین قرارت این بودش که سورنامه پیش اسقره امانت بوده قرار بود باشه که شما نفهمید مثلا. آره میدونم که اسقره که شما از این معامله نفهمید. آره ما چرا نباید میفهمیدیم؟ خب میگم دیگه من اینو میگم ما بچه‌ها مادر نیستیم. همه اینا بالا قبل نشه گذشت. بعدش به او داد. به حسن آقا داداش خطا کردن. خب من اینو خیانت کردی دیگه چطور به او داد؟ خب آره خطا. وقتی مش میگم بده من یکشو گفت پیش من باشه امتره. خیلی خوب. ما بهش گفت خونه روش اشتباه کردم. خب ما چطور چه کنیم؟ خب بر اساس اینکه سورنامه نداده بوده قرار شد اینجا رو بده جاش. قرار شده بود بین خودت و نه بعد از اینکه سورنامه شد نکرد اون واقعا سر خود شده. حرفی که روزم خودت زدی. آره تو سه طرف یا پس بده یا سم خودش اینجا هرچی داره بده یا پولشو بده. بله. چرا ما با پول راضی شدیم؟ گفتم خب وقتی اینجا نمیده بذار تمومش کنیم. بهت گفتم آخرین بار گفتم تا یکی 2 ماه دیگه پول بده داده. آره نه 2 سال دیگه. 2 سال دیگه به نرخ روز بشه چه اشکال داره؟ بعدش هم گفتی که پای به من گفته نمیده ندارم که بدم. شده خودت اومدی نشستیم همه گفتم از یه بعد دیگه من راضی نیستم. خب که از این شرعی هم باشه که بگم فکرش باشه دیگه. آره وقتی این خیرشتی من چه کنم؟ خب حالا الهاز شرع شما وقتی بهش میگم من انگار میگیرم نداشتم از اول عزیزم مال تو میتونیم بخور. خب عزیز تو انگار وقتی آدم انگار میگه نداشته ناراحتی هم نداره. بعدش هم که مردم بگم بچه‌ام گفتم ببین من بالبالمو زدم ندادن نتونستم بگیرم. واسه بالبال نزده خودت فقط تو خودت بالبال زده. نه چرا به همه دیگه الان میگه به همه میگفتی با اشاره با تیکه با پشت با دادن به همه من به خود شک کردم چرا نه کلا بردنم الان اینو به من بگو. و الا سندی که دست این روز اول گفتم اینا لاش سنده. اینا سندی که به نام منا به من ندادن که من شهرمان کجاست. وقتی اینا سند به تو بدن که ما میخونن یعنی الان ارزش نداره. ما میفروشی میفهمیم تا زنده مادر زنده هر وقت فروختید خط فهمید که این سند توش بینامه صادر شده دودون. عزیز بینامه کجا به کی صادر شده؟ همین بینامه که نوشته این میگم پاره کردی. عزیز سورنامه رو میگوی خیلی خوب. بینامه سورنامه نی. نه سورنامه واسه از سورنامه از موبایلنامه نبود سورنامه بود. یه موبایلنامه هم هست میخوای بگوی؟ اصل بینامه بوده که اعتبارش بیشتره که رفته رو سند گرفته. عزیزی دقیق گوش کن اما مهمتر جمله بعدی جملش خب یا کجا من وکالت بیده دیدم بلاس که بهش خونه بنام کرده از رو حساب امروز سورنامه میگم یه رو سورنامه یا من بخوان بگی خودت نگفتی اینجا که من خونه احمد چه کرده گفتن خودت باید باشی. آره والله پس اگه به نام ما بوده بود منو زنم میخواستن صاحب امضا بوده اونم درسته تو بینامه امضا کرده. خب یاری محضر نپرسی خوابی بینامه آره در ازا شما برای این کار بکنیم تو سب کن اینا رو که نمیگوی نباید منه بخواد اصلا الان فهمیدیم اما الان فهمیدیم اینا رو گذاشته همه کارا کرده. عزیز زنده ای تو شکایت کاظم من آره من خونش هم دوستم بولم کنم اون روزم بهت گفتم بودم به خاطر تو هیچی نمیگم. عزیز اگر به همه به خاطر هیچ نمیگو مادر که از بی بره همه به هم بگوریم هیچ جام دستتون نمیگیره حالا که هستش نه باشه اون دو برقراره. داداش آخرین بار به فاطمه اینجا گفتم من بهش گفتم پس فردا نگی پس فردا نگید من راضی نیستم تو بینامه نشته داداش میگه 2 مال حسن آقا 3 مال تو تو بینامه نشته در ازای خونه 2 حالا من یادم نمیشه. نه گو حالا ما میخوام داداش یه دقیقه گوش کن. بگوشید مشکل نداره. عزیز یه دقیقه گوش کن. فروش من دفعه دومه یه دقیقه گوش کن فردا اینا میخوان بیان. مگه چشم داشتم که صداش در نمیادم ثبت میکردم. عزیز دلم یه دقیقه گوش کن. فردا شما تشریف میاری. من اونم که داشتم که گفتم ماش نمیخوام. عزیز دلم یه دقیقه گوش میکنی فردا شما تشریف میاری که فروشی که میگوی حرفی نداری. بریم نوشتنه. تو میگویی همچی چیزی نیست. تشریف میاری که بفهمیم اون وقت موبایل نامه هست سورنامه هست اسقره میاد دیگه میفهمیم میاد نمیاد. سورنامه اومد زنگ بزنیم سورنامه میخوام ببینیم هست به جای نیست. باشم من دیگه. آره دیگه دفعه که نبودم مثلا پاره کردن. من میگم اصلش باید همه باشن. علی یه طرفه چرا بعد از چیز پاره کردن؟ الکی که ششوی به نام او شده حال پاره کردید؟ اوزام شده گفتم این سند منه. گفتم این تنها سندیه که من ثابت میکنه ثابت میکنه که خونه بی دادم. آره. پس بعد وقتی هم چیز نباشه میگن خب پولش سری لابد یا زمینی سری یه چیزی بشه داده که تو اینو امضا کردی
حالا من 1000 بار بزنم که من چیز نرسم قرار بوده بده درست دیشه تو اینکه یه عطفه پاره کنیم مثل اینکه سند من پاره کرده باشه خب حالا بیایم این نیستیم که دیگه پارهش کن بنویسم فردا شب من نمیتونم دیگه همه زندگیمو گذاشتم ولی یک شنبه تا حالا فردا صبح کی بی تو سر خوبم میخواد زور کی میای عصر کی میای اصلا 2-3 به بعد بهش زنگ میزنم میگم 2-3 به بعد که میشه کارشو بکنه بیان چجور همه رو به هم گروندن نزنم یه نشی بگیرم بزنم منم بهش خواهم گفت که اگر نمیتونی بگو ما اون دفعه میشه گفتم چیز دست ما نیست که بگو میری شکایت میکنی حسین من رفتم پرسیدم رو چی؟ روی که اصلا معامله رو غیر کردن عزیز معامله رو غیر شما تا قلمه نباشه بینام نباشه که نمیتونی شکایت کنی عزیز معامله رو غیر کردن دستش هیچی رو سنده اگه به من میدادن که من اقدام میکردم همه چی برمیگردن چی دست منی؟ میتونم چرا بگن آره روزی که لازم بود گفتم گم شده چه بازی ها در بودن وقتی من سیدام میاد بالا بخاطر این حرفا ولی ایسا بود الان فکر کنید چی میخوان بگن میخوای همه بشید بگم بیز بری چی خان گفت بگو خیلی فایده فردا حالا بگم چه فایده داره نه پیش میاد نکن ایشالا که این دفعه شده که درست شه میبینیم حالا خب حالا فردا من به شما میگه شما گفتی به خونه فروخته مسئله نداری شما هر که وقتی اومدن زنگ مسئله بزن بیا نیستن دیگه اون اونجوری اشتباه کردن دوباره یه درستش کنن بلی خونه من میفروشم آها هشیه که شما مامان دوباره می‌نویسه بعد میدونی چون کاغذای نیست تو کاغذ دسته ده تو کاغذ چی خیلی خوب من میدونم هیچ من بهش دیگم اون زمینیم که به همین دادن اون سری از سرکار مونم بوده امضا کن اینو شیشی هم فلان من فقط اوزم گفتم چون دیدم به نام بچه کرده ایو بعد گفتم خب بذار بالاخره چیزی به نامش شده خب همین اشتباه کنه و الا نپرسیدم چرا با اون 2 سال دیگه خب همین اشتباه حسین آقا فقط به قول حسین آقا میگه خب بدن با چی فرض کنم ما گذشت کردیم فرض کنم این بزرگتره بود دیگه این بالاتر شما اونا نباید این کارو بکنن میکنن آره که فعلا که دیده کردن شما که قبلا بهش داده این به تو هم نی بره خودشه اینجا رئیس توی هر جا بخوایی من دارم بهش میگم کسی تو حرف بزنه که سه دو این گش مال توه هر کاری خاصی بکن در به حسن گفتم حسن هم نگوبم میفروشم او ششف و پیشم که مهمی داشتی گفتی آپارتمان دیدیم 2 تا مشکل نداره اگه هم حرف شما باشه که بر فرض مثال سندش چی میگوی قلابی دستش الکه دستش حالا هر چی مادر یه دقیقه گوش کن به محضی که میخوایم بفروشیم بله معلوم میشه این زنده تدموم شد رفت زنده باشه من روی حساب میگم که سندی که من سهراس ارزشم نداره همه استدن اون دوتا استدن وقتی میگوش گفت چه سندی چی فلان حاضر نیست بده عزیز کسی که روز اولیم که من گفتم اینا به درد نمیخوره 100% اینا رو یا توقیف شده یا همون چیزا ساده شده گفتی به نام آره به نامت ها کارش انتی بکنی آره مالی که اختیارش مال تونی مالی وقتی اختیارش توی نیست حالا من آره میش توی نی تا به نامت بشه جای نفتی ارزا کرده باشی که مهم نیست نرفته ولی وکالت هایی که اینا داره من نمیدونم کی به اینا وکالت بده باید یه وکالت کاری به اینا داده باشیم که کاریه جرم کردن رفتن حسین آقا بلعزش کردن بود دفعه بره من به من قولنامه بلعزل داد باید خودش باشه آخر سر گوش کن حالا که خونمون رو دارم میسازم میخوام نیم دونگ به مرده بدیم وکالت بلعزل رو ما کنسلش نکرده بودیم احمد سند صادر شده بودن به ما گفتم برو وکالت بلعزل رو کنسل کن یه وقت ببینیم تو رو این سه دونگ ایه که حرف زده خانمه آره چایی رو بخور سرد میشه تو چایی به خاطر تو دم کرد هم برم میاد خودتو همبر میاد زندگیش همه به استت همبر میاد واسه تو به خدا حرف بزن آدم بفهمه چی میگوی من به خدا نمیفهمم ببین من چه کلا بردم چی دیگه ندارم حالا درست یه خونه بوده که الان رو حواس معلوم ما کیه آره راست میگوی خونه که من اینجا باشدم رفتم اونجا آقا اومده گفته اینجا دیوار بکش اینجوری بکش تا کجا مال شما باشه موقت تا اینا زیندن بشینم برش دیواره بردار خب چرا من نشی آقا هست یعنی سالا
گفت تا عمو ماجو زندن میدونم بشینن گوش نمیکنه بشینن بله آقا مرده کو میتونی به اینا ثابت کنی فردا بهت گفت دیگه مادر دو بمیرم میتونی ثابت کنی همین بهت گفت من نشنم چیزی گفتم دیدی حسین آقا وقتی که مامان زنده است وقتی هستش قال قضیه‌تون رو بکنید من حرف مینم وگرنه نه من سر پیازم نه تی پیازم بله راشدن خودش راه افتادن خونه که من نعمتش میشینم راه افتادن دارن مت میکنن معلوم چه میکنن خب بعد چرا نمیری بگو چه میکنی من بودم اونجا بعدا تو دوربینا نگاه کردم اینا چه میکنن همسایه فخرا باشم که اینا چیه آره مثلا محصل درست کنیم سنده رو خب اگه قرار بینام محک کنیم اونجا رو که بود من باشم آخرش صدا یک اگه هم قرار بینام خودت کنیم که پس فردا جای خونه خودمون به خودمون بفروشی دوره نه اینا تصورات شاید این نباشه نداره مطمئن باش اگه به نام میشد این کار میکردن یا به نام عموهش مثلا اینجا باش بگه خب اینجا جا اونجا بهت میدم حسین آقا دورت بگردن نگاه کن عزیز راست میگه این حرفش منطقی به کی سند بگیرم؟ به شما هر موقعی من نمیدونم چجوریه که اینا کی فقط گفته نمیشه؟ نه این چی گفته سند بگیره کی بهت گفته؟ شاید استنباط مامانم گفت میخوام سند گوش بگیرم آره برای خودت داداش به شما آبجی حسین آقا خب من نبود باشم نبود حسین آقا خبرش شما عزیز دلم اینو نمیگوی الان اعتراض نیست این حالت طرف اعتراض نیست بابا نمیخواید هم دیگه ببین راد دورن نمیبینید یه زعی بزن برادر میگه من نباید باشم چه میکنی خب این چه حرفه چه اشکال داره که ای بخی خودخوری کنی یا مثلا بشینه اینجوری کنی نه شما هم اصلا 6 ماه فکرشم نیستم یه وقتی بعد چیزا که قبلا ضبط کردم گوش میکنم خب عزیزم ناراحت چی میشی شنیدم نه خدا خیرت بده چون میگم فایده نداره بری واسه گوش کن عزیز باید بری بگی حرف تو بعد اگه اونجوری هم بود بگی الان یه حرف میزنی بگو تا نگی ما هیچی نمیفهمیم خدا وکیلی نه درد دل نیست این اعتراض فایده نداره بگی همه گفتم چطور شد خب باش 10 بار بگو خود دادشه دیشب بگی بزرگتر نداریم بزرگتر بزرگی بلد 2 سال ندیدمش عزیز بزرگتر نه چه مرگ دونم دولت شو وقتی خونه و میاد جنم میاد نشوش توی سخبارو یه بار به مادرت بگو بزنه گفته مادرش کیه؟ مایمی چه کنه؟ که خونه رو بفروشم بشیدم نه گفته بفروشه ما چه میدونم آره زنم بوده به همون سخبای جوریه که حسینه اونجا زمین چیزی قرار بفروشید و زودتایی که ما سخبار درست کنیم داره میریزه چی که گشت با من دازه ای؟ آره میتونم خب بوده مادرش بگو آره همه بهش گفتم خود ایزگام کردیم فلان کردیم اینا فکر از کجا اومده کی کرده خب یک کلمه این بده داری نداری ما که میدونیم هست زمین کجا بپوشیم چه هم بگو مسکه بود دلار زینبه 10 سال نیمه اومده خدا شاهده یک دومی یه بار نگفته که ماله مادر من نمیدونم شما چه جون بود اعتراض تو بی مورده این اگه بگوی سهم صحرایی که بخواد سهم خودمون به خودمون بدن بگن ما محبت هیچ کس نباید من از چیز اهمی زیلم بهش گفته حالیش کرده که اگه زمینی داره ای اگه حسین زمینی داره ای کارو بکن نگهش به چی اگه من زمینی دارم سهمی دارم این کارو بکن یا بده حالا مثلا بلشش کم کن حتی اینجوری هم بهش گفته حالا فردا شما بیا حسین این تیکه رو درست میکنیم همه این تیکه رو درست کنیم یه کیکی بریم جلو این نقدترین حالت ممکن ولی من اصلا سخمشم نمیخواستم درست کنیم که دیگه جون خودم در چیز نبود من به خدا گفته به انقدر ناراحت شدم بری بعدش اومدم اعتراض نه گفتم شاهد باش برو بهش بگو یک کلی چیزا بیفته به جای شما نمیدونم اینجا گفته من وقتی دیگه آتیش دو زهن وقتی دیگه هیچ کدوم حالیم نخواد بود خب واسه جایی اینا بیفته تو شهر آخر اول نرو اول آدم میگه بابا زبونی دادن حرف اعتراض دیگه غریبه که نیستیم مستجم که نبودیم میدونم این اعتراض چیزی هستش ما اوسری در مورد شما دیوار کردیم و دن دره بگیر من برای چی دره بگیرم اوسری میگه نگفتم من اینجا یه سری جای کردیم سری در گذاشته حالا رو جای کردیم سری در برداشته گفتم میخوان دره بگیری که دیوار شه بگن آیا عذاب برش اینجوری بوده نه خیلی اینجوری نبوده
گفتم من تا توی خونه باشم نخوام گذاشت کسی بیاد اونجا ضبط کنم. حالا میگم اینجا قرار بوده همش مال من باشه. ازش به این عنوان من رفتم اونجا، به این عنوان ولی من نشسته بودم اینجا. درست میگویی. ببین اینا که این که برایشون به نام پسر او کرده بران اشتباه که نباید بکنن. بخاطر که همش میخوان حلال حروم اینا از کسی دیگه مال کسی دیگه ببخشن، کسی دیگه به کسی دیگه ببخشن. اینو به تو اونجا به من دادی به خاطر همین. حالا چه قبول دایی کیه گفته چه نگفته؟ خب که بیخوایی راستم کردم اونجا تو خرابه بشینم بعد 30 سال زندگی زنم. حسین آقا دیدی قبول نشد؟ میگویی این خودت قبول نشد. زبون ابن مادرم از ویسرت بره هیچ که قبول نمیکنه. اینو بودو تا به دادشه گفتم عزیز، تا به دادشه گفتم من تو زنده اینجا که فروش بخواد بره معلوم میشه همه ای باید. آره من تو زنده ببین تا فروش معلوم نمیشه. من تو زنده میخوام اینجا فروش بره که بچه‌هام هر کدوم بره. هر شما 700 تومن 600 تومن 500 تومن هر چیز هم میشه. دخترها زینب بر تو بانک بذاره رابش بگره. زهره الان نمیخواد دوی پولش نه بشو بدم. ما اگر که شعور داشتیم پشت هم بدیم همه متعالا لذت دنیا برده. ببین زهرام اگه چیز باشه من بهش گفتم مادر دوباره نه گفتم به زهرام گفتم اگر مثلا من این خونه رو فروختم اگر چیز باشه جا داشته باشم تو ویلو نباشی بیا فلومه بشی. گفتم من زمانی که باشه اینا لازم میشه به کس بگوی همه چیز میگم وقتی که انجام شد بگو این من تو اینا رو نمیخواد همه متوقع میشه یه سری این حرفی که شما گفتید. اینو گفته که میخوام نیم دار بدم به کیو جه میدونم تا زمانی که ازش میخواد چه کنی باشه اینا رو پیش خودت داشته باش. پیش خودت داشته باش. یکی توقع میشه وظیفه میشه بعدش همه اعتراض میشن چرا به زهرا بده چه بین فرق رو میاره. علا که میبینیم ما همه گرفتاریان چون همش فرق میزنن. نمیدونم این پسره این دختره این نداره این داره به کسی چه ربطی داره که کی چیه. خدا پیغمبرواریش اگه واسه خدا وکیلی پیش میرفتن همه داشتن کیف میکردن. بابا بیسته دیگه این همه بیمزه بازی. الان این بیمزه بازی آخره دیگه چیزی نیست که باشه. نه دیگه من میفروشم. تو به قرآن میگم حسین اگه هرچی بشه بفروشه بعد دادشه. میخوام ببینم اینجا فروخت سهمش رسید به تو نمیخواد پولشو بده یا نمیخواد چه کنه؟ بگم میده دیگه دارم میگه از اینجا میده دیگه. من حرفی که زدم بهش گفتم تو میخوای به فروش اینجا پولشو بده. واسه دقیقه نگاه کن به من گفتم میخوای بفروشی پول بده. چرا نمیای الان بنویسی که این مال اینا؟ گفت نمی‌نویسم. فکر میکنه تو بنویسه تو به یک کسی نه تو بفروشی مثلا تو سم بیشتره بشی مثلا شاید این فکر میکنم. من جوابی به من نداد. گفت نمیکنم. گفتم خیلی خوب حالا که این کارو نمیکنی پس حسین ما میفروشیم که پولشو بده. حسین تو پول بگیری ان معادل پولت والا بلا زمین از همه جا بهتر. من نامردم اگه که نیام پاس کارت وایستم که بگم برو زمین بگیر. نه ماشاءالله خودتون تو کاشونید مردید برش دارید یه جا زمین به معادلی به همان یه زمین بخرید که نگو زمین مفرده دستمو در رفت. غیر از این بهتر از این راه حل. ببین بهتر از این راه حلی داری یا نداری؟ بهتر از این راه حلی هست فعلا هی حاضر بگو. اگر نیست که همین راه حل حالی هم داره یا نداره؟ جواب نمیده حسین. نه باشه میگم راه حل خوب هست یا نه؟ تایید میکنی راه حلو؟ کی نیستم که. کی هستی؟ بری خونه مشورت کن برو بگو. نه اگه خواستم مشورت که ماریزم بعضی بود. کاش که مشورت کنی. یک خانواده مهم من نمیکش شما وقتی باید آخه بگن چشم ما به خونهش موسیقی گفتم چه بشه 3-4 بار گفتم یه سهم زهرا خیلی مازیم پس بدیم بشه. چرا کار کنی چشم به خونه اونا نیست. دقیقاً بری یه سقف بالا سر الهی سالم باشی. بله اینجا چه اونجا. بله بری اینی که هر دنه چند قدم در بیار. آره آفرین. حق از من در الان که نیستم. من ببین چیزه رو همین که میگفت به خالات نگو در اومدن گفتن که خب بعدش پس بده بگم ما راضی نیستیم دو دنگه تو فلان کرده سر هم بینامه. بله به خاطر این به شما گفتم ولی من توشم هیچی نگم میشه اسلام نبود اصلا. نه تو مرام و مردمی شرافت من پشتت گفتم شاید بگی خدا به فاطمه هم نگه که حالی که بهت ندادن صدا در اومده. گفت که بعدن چای پیرو من
گفت یا نگفت؟ گفت والا به حضرت عباسی گفت میگم ما تی دل ما هم دیگه دوست داریم، به ظاهر رفتارمون رو گفت اینجوری نکنیم. چک رو من نزده هنو آره خدا منم خدا میدونم پول گیرم نیمده که بشتم گفت نداشتم ولی حال زمین خونه بفروشم خونه ما دوره اگه رضا باشه گفت یا نگو حضرت عباسی اگه رضا باشه قیمت بکنم قیمت کنم روزشم حال زمینش قیمت بکنم زمینش رو قیمت ساختمونش قیمت دیدی حرفا چیزی مونن که میگم به سه صدا کنه خوشخسته نه به حال درش حسین ببند خود وکیلی داده نه حسین مثل عموه که بیام به کی گفته من یه مش چیزی که قرار به اینا بدم نوشتم خونگم 70 سال زیان نده چه به دردم میخورم نیست خدا وکیلی محال میخوام محال سخت میشه آره منم اینو گفتم ببین حرفی که زدم بعدش میخوام چه کنم که بگو دستی پیداسته بیفته میده هستش آره آفرین گفتم حسین دست اونم نمیافته موضوع اینه که بهجت زودتر مرده دست قطعا هم نمیگیرن دست دو نفر آدم ندار شکر داده آها شاید حسین داداشه خدا وکیلی من میگم پشت سرم هست ببین شاید تو تصورات شما بگی اینجوریه آره رفتارش اشتباه اهمال کردم من قبول دارم چون بهش گفتم به گردنش لحظه هایی که روزایی که ناراحتی کشیده گردنش میشه اینا همه هست اینا همه بهش گفتم ولی دیگه اینجوری نیستش که بخوای بگویی دروغ میگن نمیدونم یا چی میگن شاید تدابیری میاندیشن نه به تو ثابت شده نه ببین حسین بودم من یه حرفی که بخوام بدم که حسین گفتی چرا چیزی نمیگی نمیتونی جواب بدی حسین گفتی حرفی بیمزه فلانه کی؟ گفتم من به من گفتی اینجا من گفتم نمیتونی جواب بدی گفتم جوابشو بده فلان گفتم که من تو فکر نکنم اجازه بهش یه حرفی میزنم که نه برایش کسی معذرت خواهی کنم نه حرف بیباتون نمیزنم رو حرفم هستم اگه میگم اینجا سهم فلانی میخوام بهش بدم به خاطر اینکه چشم اینجا ندارم بهش میدادم پولش هم دنم داده اون روز 400,000 تومان آره کار کرد چه شدی؟ یادم بهش میدادم حرفم هستم من میگم رو حرفت باش مد باش قرار بوده اینجا این کار بکنی بکن نداشتی سهم خودت رو باید میدادی ما قرار پولی نداشتیم که عزیز حال سهم خودت چرا ندادی فکر کردی که من پس بعدا مثلا نخوام گوش کسی بیاد اینجا یا به قول تو بی غیر خام فروخ نه یا هر که اینجا بازی نخوام بود حسین من این استنباط منه جوابی ولی که چرا سهم خودت ندادی که راحت این کار بود خب فکر کنید بگو نه فکر کنید خب اشتباه کرد تا الان که به اینجا رسیدن وقتی چیزا میبینم میگم خب ولش اصلا اهمیت انگار میگم خودشم نی من اگه کسی بهم بگه که دست در راضی نیستم آره ماشین پسر من راضی نیستم دیگه ای به بعد من سرم میدم تو دیوار وقتی میگم راضی نیستم ای به بعد علی یه ساله گفت نماز بخونی فلان کنی من دیگه ای به بعد راضی نیستم اونجا با این کاری که کردی حالا درست کن اینو خیرشم حالا حسین جان حالا الان شما فروشنده هستی یا نه؟ گفتم به ما آره دوباره مثلا اینجوری نشه که نه من که چیز کردم تو محالم نمیخوام در مقابل عمل انجام شده میخوام در انتخاب خودت باشم اگه یه حرفی بزنم تا آخرش رفتم حالا چه ضرر بکنم چه استفاده بگو چیه بگو فروش به ما هیچ فرق نمیکنه ببینی نمیکنه ای کار نمیفروشه داداش حسین جان بذار بکنیم که کار در بیاد تا مامان زنده خیلی خوب تا مادر زنده میتونه کاری کنه بیاد باشه که من بشه کنم دروغ میگه حالا میبینیم انشالله که میکنه این کارا ما رو سرفراز کنه انشالله دفعه دیگه امتحانای الهی زیاده حالا من زنده میخوام بفروشم بفروش مشکل نبوده میخوام بفروشم خودم من پیغمبر که خونه باید پیدا خم کرد به هیچ که نگفتن ما که حسین فردا به هیچ چیزم نگفتن به هیچ چیزم نمیگوید گفتم و به همه گفتم ببین به شوهرا ما به زنا شما به نمیدم به اونا بره فروش کسی نفهم کسی دیگه یخمی خواستم بخرن خودشو چه میدونی؟ تو بخری که خودت میدونی نه یخمی یکی دیگه خواست بخره آشنا نمیفروشه تو میخوای اینجا بفروشی آره راست میگه فکر کنی خیلی میخواد بخره پولشو بده سعی وقتی میشه بره مثلا اونه که میخوان سعی بندازن تو جا مثل هیچ فرقی نمیکنه آره ایکس بزد هیچ فرقی چی نیست که یه شبه انجام شکه آره اون که آره هیچ فرقی نمیکنه
حالا پس رضا که جا بفشه نه برام برای هیچ خیلی فرق شده. نمیکنه حسین اون سری فردا نگفتم بشه گفتی آپارتمان نمودم خوبه حسین فردا نگاه کن گفتی پشت بایری حسین دم. فردا که میخوان بیان بشینن میخوان بیان بگن که صلحنامه هر آن چه تا کنون بوده وقتی صلحنامه با تو هر مدرک تاریخی بوده که بوده. با هر تاریخی که بوده با هر محدودیتی که بوده با هر چیز اگر از بعدش هم قبلش هم بوده اونا کلا باطله چون مامان نمیدونسته رو ما غیر معامله کردن بله. دوم سهم الارثی که شما بابت اون صلحنامه هر آنچه سهم الارث ببین من فقط استنباط نیم دو گزوزا که بین دو تای دو تقسیم داده حالا یا چارک میگن هر چی میگن او بوده تو سهم پسروار چیز دیگه که نبودن بنویسن اینم از اون خونه هنوز از شماست یعنی در واقع باید برگردوندنیه اونم نه به این صورت که بگم سند که نمیتونن الان بره صادر کنه دوباره بره تفکیک کنه که این که منطقی نیست و نمیشه در قبالش اینجا تا اینو داشته باش مدرکی که تو که مال خودت اینجا هم که پسردار وقتی صلحنامه باطل شد کلا که پسروارت هست اصلا پسروارت هم که به اسم زنه ده اینجا به اسم تو هم نی صلحنامه اگر میبودش به درد اون نمیخورد قبول نداری؟ خب بعدا اینو میذاریم خونه که فروش رفت حسن آقا پولشو میدن پولشو که داد پول خودت که گرفتی برو هر آنجا میخوای زمین بخر نه ایجار بردار اگه میبینی داری من نمیدونم شاید بالاخره بخواد با هم آهنگی کنید بردارید من نمیدونم حالا هر جوری متوجه شدی نه این کار حسین میگم مسخره قطعا مثلا دیگه اگه قرتا زیادی نکنه کمر به هم بگورن من دورجی ناقد بچه به چیز حسین گفتی یه دقیقه بخشی آخرش ببخشید اینو بگم به برای مادرت من 3 شب روزم خوابم نبرده اگر صلحنامه در کار باشه شکایت میکنم نه من میشه هیچیش نکن به خاطر اینکه گفتنی من 3 ساله میرفتم بهش میگفتم کاری شدی فایده نداره خواهی باشه صاحب مال کسی دیگه خفه خوب گرفته هیچی نمیگه همه به جون هم میندازه اون که کاره نی خواهد کن ای به من گفتی کار بکن خیلی خوب مثلا اختیاری نداشته حسین اینه که تو میگوی چرا مثلا اوجا رو ایجو کرده میخوام ببینم اعتراض چرا بکنی الان اعتراض صحبت اعتراض کردی میخوام ببینم چرا باید یاوشی کار کنن که دخترها اعتراض نکنن چرا باید این کار بشه اصلا کردید اشتباه کردید تازه اگر شما سهم الارث هم به هم دیگه نداده بودید که دادید که دوباره گره تو گره انداختن اگر اینم نبود صلحنامه هر موقع شنیده میشد ما حق اعتراض داشتیم بایدم بکنیم هیچ هم چیزی حالا دو جانبه شده فاطمه گفتن دوتایشون گفتن ما راضی نیستیم آره خب چرا پس فردا بیان دهخونه بگم من راضی نیستم چه فایده داره انسانیت هست چه فایده داره چی بره 100 تومن هم نمیشه که بگو حالا ما فردا کار کنیم زحمتت بشه بیا تشریف وقت امیر حسین ابوالفضل گفتن به عنوان شاهد میان که گفت 2 نفر دادشه گفت 2 نفر دادشه گفت 2 تا مرد 4 تا زن گفتم هم 2 تا زن گفتم هم 2 تا مردان میگیم هم ما 2 تا زنا که ظاهرا باشه 3 تا زنا گفتم 3 تا زنا میکنیم کد ملی میده آره اینم هست مادر نمیشه تو مادر نمیشه گفت هشه که هشه که تو باید به این بده اونجا اون خونه به دادشه داده این خونه به تو برقش پاره شد من دیدم فرقه اصلیه هشه که دادن به ببین بازی گوش کن اونجایی که من میگم میدونم یه از مردانگی تو میخوای حرف بزنی ولی وقتی که یه چیز عادلانه قراره پیش بره من بالبالم همه منه که عدالت رو پیش ببرید اینقدر ظلم ستم نکنید به همه همین که دارید لذتشو برید به اونجا هشی کنو داده از 6-2 شد هشی که شد اینجا هشی که تو به تو داده بود من دیدم که مامان وقتی کپیا رو پاره کرد هشی که پاره شد خدا وکیلی من دیدم حالا که اگم میگه هست اگم باشه که دوباره بریسی که ما هشی کرده که چیز دیگه نیستش نه هشی که مال اینه من بهش گفتم مال اینه حالا خانم گفت سنده نیست که بنویسن ها سند میارن جز وصیت سند فردا صبح میگم برای بانک بسونم نه حالا فعلا میانش دادن نه لازم دارید بسونم دست کم ببرن نه یا پارش سند کاش نه دیگه میشه که نمیخواد نه نمیخواد سند بخواد چه کنه حالا ما داریم راجع جای دیگه میخوام صحبت کنیم نه اینجا حالا هر شکی هر شکی اینو وصیته آره یه وصیت آره متوجه شدی تا زمانی که خود باشی که کسی نمیتونه تصرف بعدش هم میگه وقتی هم فروش رفتی بعدها تو وصیت کردی بعدها بده به ما نه وقتی فروش رفت پولش میشه این حقیقتا هم چیزی آره دیگه فقط خواهشن شما
این کار که نوشتیم ایشالله به حق فاطمه زهرا که درست پیش بره. اگه به ستاش کلک در میاد، به ستاش چیزی غیر قلت بیاد، به ستاش چیزی نقشه‌ای که جداگونه که من نمیدونم، والا به خدا برزه بزنید و بزنه حسنه گفتم چیزی غیر از اینی که من میدونم هست یا نیست. والا هر چی منطقی فکر کنی میبینی اینجوره. اگه چیزی در نیمت فروش رفت ایشالله دیگه کمک کنید به خرید یه خونه ای که برای و اینکه مشتری. من فردا برم، شما اوکی دادی، فردا برم بیرون، اولی کاری که میکنم به اصولی میگم، به آبیاتیه میگم، به املاک دوره بر میگم همچی خونه دادشه گفت 296 متر تو دیوارم گذاشتم. 10 متره. گفت 296 متر. 310 متر. من فکرم 306 متر. گفت 296 متر. حالا چی دیوارم گذاشتم. تو دیوارم گذاشتم. چه قدم چیز گذاشتم. پیام سری. ببین به قیمت یکی گسته قیمت ایجا رو برآورد کنید به من بگوید. اشتباه نگوید. یکم که خودتون خواهشن به آدما بگوید. آدما خیلی هم میخوان جا بگیرن. من میگم بگید چطور بگوید. حسین ببین قیمت بشه نمیشه. حسین ببین قیمت کنید کمتر قیمت بکنن. دیگه هرچی قیمتش بشه. حسین میخواد آدم وقتی که مثلا بفروشه آره قیمت منطقه رو بر نظر میگیره دیگه. این که معلومه دیگه. تو بلد اینجا چنده؟ بلد نیستی؟ نه خب معلومه، بپرسی معلومه، هر موقع بپرسی قیمت اینجا چنده. اینم که تو دیوار زده نگفتید که کجاست. راهشو که نگفتید. تا یارو میگه نفس خیابون من فلان جا اولی نگاه بانکه میکنن. بکن یه همچی جاییه. اینه که 14 متر دالون رو باید بیان تو. 14 متر گرفته گذاشتن. مثلا 14 متر دالونه. آره. 33 متر تا تی خونه فکر کنم. قسمتش باشه ان شاء الله میخواد. اگه قسمت حسین باشه تا مادر سرپاس تا شما چیزی من حرفی که زدم اشاره سال 1304 همه دوری از سفره بشینیم به خوبی و خوشی که اینم لذت ببرن دیگه چه که بچه بهترسه که تو در زمان خدا شاهد به هم اسمت که حسین ابن علیه. در روزه 12 نصب کردم که اینجا فروش را برم تو خونم روزه 12 بخونم که برای خاطره ببین ندم سری هیچ من گفتم خودت یا یه ایتاق میخواد چیزا بچهش بچینه بچهش به درس بخونن. آره پس باید یه شما خودت باشه. یعنی آره ششتوی مال خودش بی خیال راحت دیگه. یک کدوم بچه ها بگم رزانیستان من دیگه نمیتونم نماز کنم. من اینو بهش گفتم حسین که شما اذیت میشی من اذیت میشم چرا نمیشه تو که سرمالرست آقا نشسته این راز مشاهد دارید همه بید ورتر عزیز مشاهد ورتر نمیشه دیگه. نه نمیتونید بگویدو میگوییم که به فروش بره. هاشم فردا زنگت بزنی میگم هر وقت اومدم زنگ بزن حسنه و بیش بگو فقط حرف دریوری نزنید که دریوری زدن خواهشن سکوت نکو جواب دریوری رو بده که کسی بفهمن روش عوض کنن. وقتی هیچ نمیگو سکوت نشانه رضایت است. حتی به حرمت نگرده نمیگم داد بیداد کن نمیگم این کارو کن اصلا کار قشنگی نیست ولی به اعتراض تو برسو الان یه جور اون روز به دادن من نمیدونم گفته دیجور حالا اینا رو روکش کن چه کنی هیچ کدومشو بر نمیگرده به غیر از اینکه فعلا که اینجا که الان نقده اینم حی حاضره اونم پول بدهیه بقیه چی داره اگر مسائل دیگه هست دفعه بعدی یا با خودتون اگر میریم به ما مربوط میشه به ما مربوط قسم بدم آره بیچاره خدا این روشی که جو میگه اینه خدا به فاطمه زهرا من بهشون میگه قرضمو میدم مگه بخوام تو بریزم تو زندگی بریزم دارم طلبگار شما قرضم باید بدم گردن من آره اینم گفت حسینه بهت بگه در قبالش چی میخوادم من میفهمی حرف من حسین آقا آره ولی قرضه میتونست بده قرضه تو گفتی پول نمیخواد آره حالا میگم حالا میگوی بعد چی میخواد بعدش چه حرفی که زده باید پیش بایسته چه دوباره حرفی که زده یعنی ایجار بده حرفی که زده تو بینامه بینامه که ما قبولش ندیم اشتباه رو مال غیر شما معامله کرده بیادی کارو بکنه کی یعنی چه کی چرا حالی که 6 کرده این حرفا رو میزنه عزیز دلم حالا کرد گفت پس بده چرا وقتی میگم پس بده در میاد میگه که دکونم باید پس به دکونی که من ساختم دکونم بازی‌ها که در میاره من یه چیزی میدونم دکونه‌ای به سطح به قبال خونه بوده اینم جز خونهش کرده دیگه دکونی که من 20 سال عمو قرار بوده اینجا یدون
یه دونگشو به ما بده. نیم دوی داشت که اموه. چرا نصفش کردی؟ اموه نیم دوی داشت که حسین. یه وقتی یه دونگ 5 دوی خونه، یه دوی دوکو که بشه 6 دوی. اموه 5 دونگونی آقام نبود، نیم دوی دوکو، یه دوی دوکو بود، 5 دونگ از خونه بود. اصلا ما میگویم هر چی دوکو بود. قرار نبود که اینی که به ما بده نصف شده که. در قبال سرنامه داده به در قبال سرنامه بله اینم سوا کردیم، اونم سوا نوشتیم برش. عزیز دقیق گوش کن. که داد بحثه دوی حسن ما ازش خریدیم مثلا. خب مثلا خریدی خودتو تو پیچاتونو الان فردا که بشه نه اون مهم نیست، چون روز نه گفت اینجا اصلا آقا پولش کم میشه حسین آقا. اونم باید پس بده فهمیدی که خب اونم اون تو پس میده اونم پس تازه یاد گرفته دیگه، مثل این چیزا که تازه میگه ما دیگه هیچی نگفتیم. حسین آقا گوش کن، یعنی اونم درسته دیگه اگه این کار بشه حسن آقا خونه‌شو به تو برگردون، مثلا اینجا اومد فروختیم ایکس مقدار پول میدن. خب گوش کن، حسن آقا میگه بدهی شما بگو چقدر، میگوی سهم پسروار ما سهم از زوزرام غیر زینب. حسن آقا میگه خب سهم وایسا مامان وایسا تو به قرآن حسین گوش کن، میشه سهم پسروار دو سهم از زوزرات از خونه حسن آقا. از صرفی هم نه دیگه او خونه مدام میگم از صرفی هم حسن آقا سهم دوکو نصفش حالا من نمیدونم حالا هرچی نصفش من حسن آقا میشه درست. خب اینجوری یه بالا بودی میرسه به پول، یه بالا بودی میرسه، قبول داری این بالا بوده؟ خب اون بالا بوده به داد سر به سر میشه تموم میشه دیگه. با کجا تموم میشه؟ با خونه اصلا دکونو جز او حساب نکن. خب تو میگو دکون من دارم میگم خب حسن آقا من قبول کنم که دکون حساب نکنه، تو میگوی همه دادن. آره بهش داده دیگه، بهش ما نصف شده به تو نصف شده. خب پس چرا میگوی الان فردا دوباره این میشه یه مسئله، الان واضح بگو، یعنی اصلا دکون اصلا حساب نکنه. میگه اگه به من گفت یه دقیقه گوش کن، چرا هم این کار کرده عزیز؟ چرا خونه ای که چرا که ما که دیگه نباید تو موبایل نه ما کار شما ندارم. یه چیزی گوش کن، فردا دادشه پس یه چیزی میدونه که میگه بگو حسین چقدر بیاد بگه من چقدر تو میخوام برادر، مثلا من 7 میلیون میخوام، مثلا من میدونم که 5 تا میخواد، او بگه نه من 7 تا میخوام، من 7 تا رو بهش میدم. یعنی میخواد بهت بگه او اگر که مثلا حالا که شما حرف شما رو من استنباط میشد مثلا سهم پسروار دو با سهم از عذرا ما تا حالا فکر میکردیم باید به تو بدن، الان شما میگی من اینو برم از حسن آقا بگیرم، حسن آقا میگه نیم دونگ دکونه رو بده پس بده. خب این کارو یعنی تو نمیخوای که و چطور میگم دکونه پس بده؟ نه که دکونه پس بده، اون میگه میتونه خونشو پس بده. اینو فرداشم میام مینویسیم مثلا که میگم آره اگه بیار در قبار ریالش در قبار کاغذاشو بیار معلومه دیگه. قلما که نوشتم که همه رو بیارم معلومه اونم توش هست. خیلی خوب بشین گفت قلما توش هست. ولی چرا تو گفته؟ چی؟ که من چقدر بخوام از اونجا؟ نه گفتم من بهش میگم داداش مشخصه، میگه حسینه نمیاد حتی بگه من چقدر سهم من مثلا این بوده جریان. من باید بگم آره. من نمیش گفتم بودم چرا او بگه چه فرقی میکنه؟ حالا میدونی چطور بگو؟ من چه میدونم؟ چرا چه میدونید؟ الان داری میگوی دیگه. چیزی هم میگم من این که دکون خبر دارم، نصف خونه خبر دارم که به او داده. خب دیگه بله چجوری حساب کرده این خونه رو که اقدر از اینجا میشده؟ من اقدر از اینجا کجا؟ که اون بینامه که نوشته شده قرار بود منم نمیفهمم. من نمیفهمم چرا تو که مثلا خونه حسن داده منم نمیفهمم. الان فهمیدم که نیم دونگ دوکو چون تجاری بوده بیشتر بوده، وگرنه منطقی نی تو به خونه سهم عزاز رو بده، سهم پسروار رو بده، اینجا یه دوی بگیری و حسن آقا 2 دوی بگیره. من همش این به خاطر که نیم دونگ دوکو رو نمیدونستم. خب چطور تو الان نمیدونم؟ نیم دونگ دوکو دفعه گفتم حسین میگم الانی که داری میگوی در قبال صلحنامه نیم دونگل فکر کردم عمو احمد بشه داده به والله قسم اینجوری رو هوا نیم دونگل قویه دوی به ما بده اول تالا گفتن دکونه بنویسیم اصلا قرار جز او باشه که ربطی به معامله او نداشت که. حسین گوش کن ربطی نداشت، حالا تو ربطی به معامله او نداشت، بعدش اونجا به او دادی گفت خب اینجا هم که نمیشه نیم دونگل نگه داری که فهمیدی؟ بهش فروختیم که اینجا مال خودمون شه اونجا مال او. یعنی نیم دونگ بلا خدا رحم به ما کرد که اگه نیم دونگو قبل از بنایی به او داده بود وقتی در میذاش بر دگم به من نمیفروخ. همین چطور شد؟ نه قرار بود در بیزدن خونه شو به پلو همینجا که ساخته ما، یعنی درش توی کوچه هم در باشه.
نکم بهش گفتم نه. گفتم بیا همه دکونه بردار یا من نمیذارم در بیتری. او خیلی خوب دیوار کشیدن تموم شد. این نشون میده که اروز گردون که شنی مال ما بود. قرار بود اینجا عمو رو ما بده. بگم قرار خاله به دقیقه گوش کن. عمو یدونگو به تو کامل داد. خب مثلا اینجوری میگوی الان یعنی قرار بود بده. نه قرار نمیگم گوش کن. تو میگویی الان نیم دونگشو بعدش در قبال خونه این مثلا حسن آقا که می‌خواستید با هم معامله کنی اینم جزش داد دیگه. جزش داد و اینجوریش تحمل ارث تو حساب کرد. حالا دیگه ببین فروخت دست به من. دو تا چیز نوشتن، دو تا قلمه. آخه چیزی که مال خودت چه جیب تو فروخت؟ عمو داد به حسن. نیم داد به حسن. آره ما از حسن خریدیم. یعنی حالا نشد. الان دو کنه من تو شده. آره مثلا. خب حالا میخوام بگم نیم دوگش خریدم. خب پس در واقع اون روز تو چرا اعتراض نکردی؟ عقل مرسی نفهمیدم. خب پس کار خداست. یعنی یه وقتی پیش میاد اینجوری. خب چرا اون روز که اعتراض من نکردی؟ بهش بگم اینجا قرار یادی به ما بده فلان. میدونی چرا نکردی؟ چون فکر کردی که به نفعته. نه. حالا چرا نگفتی اون روز؟ من نمیدونم. بابا یه روز بعد میگفتی. من اون روزی که بهت میگم من نمیدونم. ای وای. مثل همونه که رفتم می‌دونی زمینه که به همین دادن چرا رفتم امضا کردم. یکی نمی‌پرسه خب تو رفتی چی امضا کردی؟ چرا یکی گرفتی چرا دو نقشا رو دیدم جلومه. من گفت به من اینقدر به او دادم اینقدر به او. خب چرا نگفتی؟ هی حیا کردی. فردا خواهشن یه چیز متوجه شدی حیا نکن. یا چیزی حسین آقا نه میگه نفهمیدم واسه مثلا نمیدونم چرا میگویی واقعا خب بله زهره رایی دستی و 20 سال اونجا گشتگی تشتگی او شبه گفتم عمادم اینجا نشسته بود که حسن آقایی هم میگو که حامی مال او بوده هرچی برکه خاص میده دلش خواسته به ما بوده حالا عمو هم زنده هیچ مسئله اینی چرا بگه اینو الکی نوشتیم واسه که نیم دوی کنن و دارم میگم دورت بگردم تا زندن میشه یه کاری کرد میشه اعتراضا رو به سامان رسون زبون املا یکی وسط بره حتی من برم واسه که ربطی ندارم حتی دادشه بره او بر خیابو حتی تو بری همه چی به هم گرویزه میشه بابا بکنید تموشه بره من والا به قرآن میگم به خاطر شما وایسیدم دو منتی هم به سید ندارم به خاطر عشقی که میگم این تموشه بمسن فردا خواهشن گم و گور نشی تلفن جواب بده بیا داداشم بهش گفتم قطارم زنگ میزنیم وظیفشه که گرار بیا هر وقت مزاحم هر ساعتی میام بهش میگم بیا لاکن چیه نمیگم نه شاید بشه انشالله خدا چه دیده چرا انشالله خدا درست میکنه کارمونو تموم میشه چون خونه من فروش بده خونت فروش بره که الان دکودو بره الان جدید به نظر من نه داداشه بریم ببخشه داداش حسین داداشه بخشه به والله حساب اگر که ببین داداشه امروز گفت اگر من 5 تا حساب میکنم میگم حسینه بگه نه 7 من بخشم این حسینه میاد نه آره ببین گفت میبخش نه نگفت میبخشم کلمه‌اش اشتباه گفتم گفت ای 5 تا باشه بگه 7 برادر من میرم امضا میکنم اینو گفت شاید الان دو کورنو داره میگی او میگه بیا بگو چقدر پس در چه وقتی نشستن مثلا شما میگوید داداشه میگه خب دوی پسروار ده باید دونگ از زوز را در قبالش من نیم دونگ دکونو دادم مثلا تو میگوی دکو از اول قرار بوده من باشه قبول ندارم مثلا میگم اینا رو بعد پس میشه چی او دوره میگه من ناراحتم قبول ندم اینجور وقتی میگم خب تو گفتی 5 تا بشه دیگه بگه 7 میدم خب الان داداش میگه 7 رو بده و بده دیگه تموشه بره اگر نه خیلی مال چربه اینه بخورید وقت منم اگه ببینم شهر میخواد درست شه ببخشید جسارت نشه واقعیت میگم خب ببینم اما احمد حالا چه چیزی که همش به پسرا داده بسدونن پس دیگه به ما بدزی به بعدشو دیگه اینا بسشن خوشتون میاد شما اینو بشنوید نه پس چطور ما خوشمون بیاد بشنویم هی همش به یکی بده به یکی نده اگرم اینا الان خواسته به حسین بدن یا اینکه تو بعد جای گذشت کنی یا او گذشت کنه دیگه سر نیم دونگه خودت تو دیگه میدونید دیگه به ما ربطی نداره حالا ما داریم میگیم اینی که فعلا اینجا که نقد داره حسین آقا نه میدونی چی میشه نقدن بشه دوباره پسروار دختروار یک کدومای نیم دوی ضرر میکنید خونه رو تو که قبول کرده ای اون روز قبول کرده نیم دو گرفته رفته به پاش برای خاطر شده که حسن آقا شده دو دونگی تو شده یه دونگی کجا داریم خونه آره دیگه دکونه قبول کرده اون روزی که امضا کرده داده قبول کرده دوباره بعد وقت بخوای سر حساب کتاب که بشه میشه کم حالا گوش کن
ایجار اگه مامان بفروشه سم پسروارد رو بگیری سم از آزاد رو بگیری قبول داری؟ مامان الهی که سایش از آفتاب بلندتر باشه وقتی که دور از جونش از بی بره 6 دنگ مامان دوباره تو پسروار میشه و پسروار میشه امان از اینکه اون وقتی که ایجار یه دوی به تو بدن میدونی چقدر ضرره داد چون اوجار داده عزیز یه دوی میگیری حسن آقا فقط به نفعش میشه که 2 دوی گرفته اوجار هم گرفته قبول نداری در واقع تو اصلا یه جور شده ای تو فقط یه دنگ ایجا ما با تفاوتتون ضرر کرده شاید 2 دنگره که گه داده سرنامه مال ایده که نه درسته داده اوسه اشتباه نکن یه دنگ دوکو مال تو شده الان هم بره برگرده مال تو میشم میدونی چرا چون دنگ دوکو نیم دنگ زیاد بوده در قبالش یه دنگ اینجا حسن آقا بیشتر گرفته سرنامه که بر رو هوا تو فقط سهم پسروار دو به داداش داده با سم از دو زاد و سم یه دنگ خودتو یعنی یه دنگ دوکونه دو داری پس در چه وقتی به داداش داده نیم دنگ ازش میتونی بگیری متوجه شدی؟ یه دنگ دو شما جز ارث حساب بکنید چرا متوجه نمیشی؟ جز سرنامه‌ای که با هم دیگه کنار آره اومده جز دو ارث نه که نیست بخواد جای حساب کنید اما احمد داده به شما نمیگوی میگه خب من اینو میگم تو بعد از موبایل بره خاطر موبایل نامه شما اونو نوشته دو اما احمد داده به تو یه دنگو گوش کن یه دنگو داده به تو اینجوری شده یه دنگو داده به شما بعد می‌خواستن سرنامه بنویسن ایجا 2 دوی بره سرنامه داداش نوشته شده یه دوی بره تو همش برای من سوال بود که چرا حسن آقا 2 دنگ گرفته واسه یه دنگ ازش میگن سرنامه نیست که نه باشه مادر می‌نویسیم که دفعه دیگه بدونیم نیست کلاً مگه میشه اینا آزمایش چوسشون هم میرن بدن کپی گرفتن چه ساده ای تو مادر خیلی خوب خب این نیست یه خیلی خنده اکی ببدیم وقتی که حسن آقا 6 تا کردن نیست تو میگوی نه حسین وقتی اعتراض شد دیگه اون رو بدتر منم اینجا رو میفروشم که سرنامه معلوم شه ببینیم تعریف کن ببین اگه بذارم به فروش برسم من پامو من حرفی زدم پامو تو کفشه کسی کنم انشالله که در نمیاد واسه شاهد داشته خدا که پرم کردی حالیش بشه بگو بده شاهد داشته ببینم صدات داره خدا که داره بالا سر اینم داره من دارم نشون میده حضرت عباسی یکو اینو نگو که اون دفعه هم 3 دفعه گفتی نه من غلط میکنم دوره چون که گفتی نه موضوعی نیست دفعه گفتی به کیه زنگ دادم دفعه گفتی به کیه زنگ دادم حالا دیگه حالا میگوی فردا فلان میگم نه خودت اذیت نکن میکنم دیگه وقتی قول داد دیگه کرد قول دادم میفروشیم دیگه میفروشم مشکل نداره به اسقر نمیخواد چیزی بگوی از خیلی باید بیاد حسین جو کی باید بنویسن بیاد جواب بده که خیانتی کی کرده خب بهش بگو تو خیانت کردی قربون ندیدی وقتی ساکت نباش وقتی من کلید زبون تو بشم میگه به تو چی یک کلام به من یک کسی کما این که من بگم میدم تو دهنش که هر که بگه به تو چه میگم برادر من به عنوان هر چی دفاعم بکنه میدم به اسکولواری که دنیا بیام اینجوری بشه تو حرف خودت اتفاق کن من حق خودم ندارم خودت که گفتی تعصب اینا برام مهمه به خدا الانم میگم کمان که برم الانم قبول کردم میگم بذار بفهمیم به تو ثابت میگو بشه بذار اجازه بده برم ثابت شه خیلی خوب ثابتش میکنیم ان شاءالله که خدا کمک کنه خجالت نکشیم شرمنده شیم چی میدونی یه وقت این آدما تغییر میکنن حسین آقا ببین آدما وقت تغییر میکنن احمد آقا تا نمیذاش ما بیام میذاش یه روز به قرب 2 روز تغییر کردم اصلا کارو نمیدونم فکر کردم منم رادیو بدم خوشگذرونی الان نه به خدا قسم دیدم نه زایزده که بیاد قضا تا خودشم نه هیچ اشکالی نبره شما نیست بره خودم اینجا حال میکنم ببین گفت برو تغییر کرد هیچم گونه فشارم بهش اومد قضام پخت تغییر کرد شاید حسن آقا شاید من شاید تو شاید همه تغییر کرده باشیم باشه ان شاءالله که درست شه فردا تیموشه بره باید بفهمیم تا درستم شد خواهشم خودتونم یه مشتری پیدا کنید سری قرار قضیه که چه یه خونه خوب پیدا کنید برش بره دیگه دیدم سر سامون بگه تو سر سامون واسه کم پول میشه اگه بره تو بیاد تو دست باله تا خدا به ادو بیام واسه به سری زمین بخره دو پول پسر تو دوست کنید هر کاری کن پول خودت و مال خودت به هیچ جا نداری میدونم الان را به هیچ ندید قبول دست تو بند به هیچ جا ندارم میدونم چش نداری درست اگه گفتم واقعیت گفتم قبول دارم برخلاف بعضی درست به خدا قبول که میگه نه چشم افوده کنم آره
حسین من به خدا قبول واسه پشتت حسین گفتم ناراحت نشیام. ببین من نمیدونم نماز بخونی نمیخونی نمیگم، میگم آدمی که والا مرام و انسانیت و شرف حالش بود. من اینو گفتم به حسین حالا یه آدم یه چایی کسی بزنی کسی هم هیچی به خدا شاهده از کسی هم هیچی طرف خب اینجوره باید بخوریم حقشو. اگه چایی رو نه میگم نیست آدمی نیست جوری باشه. خب آدمی که جوری نیست من میگم آدم باید مرامش بیشتر باشه که ما که دادشه گفت خدا حسین حالا گفته حرفش هم قشنگه حسین آقا نه قشنگه ایشالا که درست اشاره که اونم میبینم بارها گفته سام من اگه یک تو بنم بیاد تلفن گفت اگه بگه 5 تا گفت اگه 5 تا باشه بگه 7 تاست من 7 تا امضا میکنم. فقط میخواد اینو بفهمه که مثلا 2 کنه بود حتما 5 تا و 7 دیگه چیز دیگه داشته دو خب ببینم دیگه چیزی دو کنم مثل خونه ها دو کنم مثل خونه که میشینیم نه اونم قرار بود اول همون ما شایش نصفش داد به اون به پسر او برسو وقت سنده اونجا باید درست شه سنده خونه ما رو هوا باشه. قبول دارم اینو قبول دارم والله گفتش در درست با سنده که اینقدر بچه‌م خرجش کرده کی؟ آمین بچه‌م بله اینقدر خرج خب ایشالله که لذتشو ببره ایشالله که نگو ایشالله که با خدا کمکش کنن. اگر رو هوا باشه حسین آقا رو هوای شما پوله رو هوای شما فعلا پول بده شهرداری درست نمیشه؟ درست میشه درست میشه که با پول درست نمیشه؟ مشکل سندی آره همه خونه باید بیان اونا هم بخوان بفروشن میگیرشن او هفته خونم که بغیرمانه بخوان بفروشن گیر خان بود چون از اونا یه متر کم شده خونه ما. آره سرود دیگه اومده تو خونه ای فقط او گفتن نه باید همه بیان او یه مترشو فقط میتونه خب تا برادر گل من تا آدم ها زندن میشه یه کاری کرد آدم ها ببینن چند تا وارث باید بیاره به جای یه نفر. خب هارم همینه جریان ما هم همینه تا زمانی که فرصت هست باید فرصت ها رو قیمت یه ساله چی گفت یه ساله میدونم آره خداییش 3 بار سوره رو بودستش ایجا خدای حسین میگوی مثلا میاد نقشه کشی نمیدم چی ما برو بگو برادر من چیه بابا مگه من پدرکشتگی که با هم ندید فقط ناراحتید با وقتی حرف نمیزنید مشکل 2 تا میشه 2 تا 3 تا میشه 4 تا میشه نه به مثلا میبینی یه چیز سوال کن او بکنه او به تو خبر بده اونم چرا نگه برادر به دقیقه بیادم ده خونه میخوام متر بگیرین سرشو بگیر واگیر من نمیدونم چرا الکی از خودم ده خوری پیش میاری میره یا من خدایا رو کاردم تیموشت حرفمو من چه کار کردم که کلا بردار حسابم میکنی یا ناراحت میشه دستم تلفنم جواب نمیده من ناراحت میشم به بنده قسم نه خدایی چه کار کردم حالا بگو من بفهمم بگم دورجه غلط کردم واسه آقا شرمندم یا برگردونم واسه این که تو همه رو میدونستی همین چی من میدونستم هر چی که باید بودینی اون شربت گفتم خب گفته من چه کار کردم میدونم واسه آقا یه چیزی گوش کن فردا ظهر جمعهش موندم اسش ظهر جمعهش اومدم اسش که میگم وقتی میتونم واسه به جا کسی تصمیم من گفتم اقدام میکنم زبو بودم وکیل بودم رفتم به جا حسن آقا میتونم بنویسم امضا کنم نموندی خب دیگه میتونم بزنم هفتی پس کلش بگم الا بلا بکن تو شاهد پاره کرده بود یا نبودی آره به قرآن این پاره که بهش گفتم نکو به خدا چرا نگفتی فورا هر چی چی بگم چرا نگفتی باید حسینم باشه حسینی باشه که میگم نرسید تو رسیدی به من بشه بعدش 10 دقیقه بعدش حسینی باشه کجا باشه من نباید باشم که شما میخواد پاره کنی میگم من پاره نکردم فرق نمی‌کنه من میگم شاهد پاره کرده در جریان پاره کرده بود یا نه کردم عمو احمد اومدیم ناراحتی شد اومدم بهش گفتم برو برده بیار عمو احمد بردش اوورد حالا اوورد من گفتم این کپی فایده نده مادر گرفت که بره بذار تو کشو خدا وکیلی دم کشو بود زینب تامورزه زهره بود دم کشو به پاره کرد ما گفتیم چرا پاره کردی خب اصلا رسید به حسین بیا حسین برم بعدش میگفتی 5 دقیقه میگفتی آقا من پاره کردم اینو خب من گفتم کجا فهمیدی تو کجا فهمیدی من گفتم پاره شد چه فایده داره فهمیده میگم با تو داری میگوید وقتی که به همون گفتی و بیا بگو یا تو هم بیا
میگم آیا میخوام بینامه بیم آیا تایید آیا- کو این هست یا نه؟ عزیز دل من نرسید امضا من بود یا نه؟ آیا رفت آورد؟ چه متوجه نمیشید تا عمو بره بیاره آیا خواهد آورد آیا آورد یا نیاورد فوقش تا میگم آورد برگشتم خب ما چیه؟ ما دیگه عقلم به اینجا نرسید که بلش بیا که این کارو کن می‌دونی؟ تا آورد و گفتیم نشون میدیم ایشون ناراحت شد عصبانی شد پاره کرد که تو همون پاره یکیشم پاره کرد من باش ورقار که دیدم گفتم بابا این کپی بود پاره کردی پا که مادر وقتی عکس بگی تو من به خدا قسم اینو بلوف زدم واسه که حسن آقا بگم دارم وردا بیار میگم به خدا قسم بلوف زدم من اصلا که بگم حسن آقا مثلا من دارم اصلیه رو وردا بیار گفت اصلیه تو سند چیزه ثبت احوال مردا کرونا دارم میگم دیدی من میگم اول کی این مال 3 سال پیشه که بهت گفتم خب میگم عزیز گفتم من اصلیشو که حسن آقا به تو گفته گم شده آره اصلی دروغ خب گفته ببین به. گوش کن گفت پیدا گفتم نمیکنم اصلیش فلانجاست عزیز گفت پیدا نمیکنم ثبت احوالم گوش کن من اون روز میگفتم محصل ثبت احواله نه محصل حالا چه پس اصلیش دست تو بوده نبوده آره چرا بوده. میگی گم شده آره بوده چرا با اینا همکاری کردی آره ریگی به کفش ده اونه حسین جویی مال اونه من چه باید پاسخگو رفتار رو ریگی به باشم کفش دونه که خب بگید مگه اینه که میدونستم من خدا به جون دیگه بچه‌ها آدم میدونستم. احساس انگار میگم نه خب میدونم وقتی که میگه راضی نیستم انگار که بگی نداشتم از اول بخاطر این حرفشه عزیز دل من یک کلمه حرف همه رو خراب کرده میدونم قبول دارم ناراحت من با توجهی به اینکه تو همه میدونستی اره دورت بگردم و به والله قسم میگم هر آن چی که به من اینجا گفته شده میدونستم تا اعتراض کردید رفتم ورقه رو بیاره تا آورد پاریش من گفتم کپی اصلا نیست اینجا برو نه داداشه گذار اما احمد نه، آورد نه. اما احمد آورد اصلا که من نه. به این گفتم کپی داداش که من گفتم اصل بیار من جی فهمیدم به ورقه خدا که تو با دو چه سال- جنگ ها اقله بود که آچار بود یه ورقه آچار بود او ورقه به برقه خدا آچار بود خب اون نبوده حسین سولنامه بود حسین نوشته بود در قبال یک یعنی دو هشت مشتونگا بوده تازه حسن آقا نه، ما حسین. جایی که هشت سلمانه مشتونگا بدی. بوده نه هشتکه حسن آقا اصل بود جای گرفتش که محمد چه گذاشتم کردی؟ کنارم دیگه دید هشتکه اصل بود زهره دید به خدا فکرم زهره خیلی او ورقی که ما تو چیز نمی- کردیم ورقه بزرگ خب برقه بزرگ باشه حسین وقتی شیش تا کپیشو امضا زیرش بگیرن حسین وقتی کپیشو بگیرن باید. آچار میگیرن آچار میگن دیگه بزرگ که میگن خب برقه آچار پس بود اون نبوده آچار بود من اینو که دیدم پس من هیچ چی نیستم فردا من نه نمی‌شم کپی هم حسین. باشه که خب اون نبوده اصلی نبوده که نه کپی بود اصلی نبود وقت من به داداش اومد اینجا گفتم اصلی نیست حسن آقا گفتش که اصلیش تو لا ورقا شاید بوده ورقا که نمیدونم سنده ورقای همچی چیزی گفت من نفهمیدم ورقه چی بردم وایستا رفته ثبت احوال یا محضر حالا هر جایی پیش مرده وقت ما تا 2 هفته پیگیری کردیم که چی گفت مرده کرونا داره نیم بدن گفتم نیا داداش همکار داره همکاره کی داره مثلا یکی دیگه داره تا رسوندیم اینجا که الان این من والله به خدا میگم سر پیاز بدم تا این پیاز بعد که تو اعتراضت اینجوری مهنم جمعونا کردی گفتم ولش کن به قول احمد آقا حرفی که زد برو همه رو ببخش بیا یعنی دیگه بالاخره خانواده دارم اعتراض کنم برو ببخش که تو هیچ نمیشه کاری نکنی دیگه ما نتونستیم بیام خودمونم تو گرفتاری ها خودمون افتادیم دیگه تموش مثلا گفتیم به نظرمون خودتون میدونید خدای خودتون دیگه نمیتونم بیام هفته باز کی مثل کله اصلا بزنم اصلا تو گفتی دوباره اومدیم اینجا هممون نشستیم گفتم که اصل ورده دیگه من خبر از اصل داشتم تا این دفعه گفتم الا بالله اصل پیدا کنیم همه گوش کن تا همین دفعه من گفتم اصل رو باید پیدا کنیم اومدم صبح دوشنبه خونم ما احمد صبح گفتم اما این کار بکنید گفت به خدا ما دادیم به حسن آقا اصل رو من حسن آقا گفت دادم به عمو احمد رفتم پیش عمو احمد گفتم عمو میگن اصل پیش تو اصل روکو بده گفت من پاره کردم گفتم فایده نداره اگه پاره کرده که راست میگوی یا دروغ میگوی حالا میگه اگر باشه من کار ندم ما ندیدیم من اینو دیدم کپی پاره شد اصل ندیدم پاره کرده اون حضی تبازیشم بله چی کار کرده خب بگم دیگه نمیدونم دیگه آره به چی کرده فرداشو بپرس چرا کرده به چی اصلا به چی پیدا به اصلا دادی که بخواد چش توی کنه نه خب داداش میگم روز که ما طلب بودیم خب نباید یکی دست ما باشه پیش ما باشه هم طلب اینا شل اومده ارزه حالا شل بیا حالا سفتر میخوری هر که شل به سفت شل میاد دیگه حالا شل اومده به دعوا کنی به داد بیداد کنی همه دونم تو هیچ نمیگوی هی میگه مهم نی مهمه واسه به تو مهم نی بزنه بچت مهمه بری یه عمر زندگی تو شده دلت خواستش اصلا تارک دنیا بشی
قرار نیستش که تو سر ما بعد اگه مهم نباشه تا آخرش باید مهم نباشه تو به استتاش مهمه حسین نگو راجع به خونه دیگه به مهم نیست اصلا چه بده چه نده. خب حالا اینجوری میگم من عرفان بسیدم بودم من باید از شهر راضی نیستم بعدشم گفتم که قطعیدش آبشو گفتم انگار میگم نداشتم اونجا رو برو اگه میتونی بخور درست میگم تموم شده حالا حق و ناحق شده دیگه. حالا میخوام بخواد چجوری صاف کنه ها زدی که ما کشتیم چجوری میخواد صاف اینو کنه. من قبول دارم من بشم نگفتم خدا وکیلی لحظه یک سالی که ما در بودم این همه چیز کردیم زن بچه تو رفته خونه بعد اخلاقی کردی 100%. نه مثال اصلا تو چه داشته نمیگم بکی بخیر عقب افتیدیم. آره قبول دارم حالا ساختمونی که مثلا به ما داده اینجوری پلان آره قبول دارم 400 میلیون چیز داره جریمه داره دست کشیده اونم دیگه قبول دارم اینا رو لوله کشی که باید مثلا با 7 میلیون با 200 میلیون فقط لولهشو بخره. آره درست میکنه عقب میفتاد دستی که قرار بده قرار جریمه شه که با فروشنده بده با تو لحظه آخر میگوی من میدم چکاشو میدم روز یک شب بعد پنجشنبه اونم من از چک نمیدونم پول دم بدم. اما احمد بله خب چرا الان فردا من بهش بزنم تو سرش نه نمیتونی وقتی که می‌خواسته من چرا این کار میکنم بعد صدا که کردم چرا این کار بیا دو همونه بشه گفتم چرا بی خودی میگوی مال کی اختیاری نداری که بی خودی حرف میزنی. چرا صدونگی خودش اختیار داره حسین اختیاری شاش خودشم نداره تو اسخری نباشه اسخری نباشه میگی اسخری چیته اونه حالا اولین کاری که میکنن به جای کارا اولین کاری که میکنن اسخری اون من بگو قلمه و خونه اول به من بنویسید مال کی هم من یقدر خرجش کردم قلمه کدوم خونه؟ همون خونه که من میشیدم بعدش اینا رو سنت داره اصلا داد نداد قلمش این خوب جایی که من میشینم قلمه به نام من بزنم. خب واسه اینو میشه بعدش بگو اینو نقدو بریم کنیم سیر میچسبی؟ من این نقدو گفتم که این خیال داد نداد بخواد بده کار به هیچ کدوم ندارم این که حسین 2 تا بگه من 4 تا میدم اینا رو بیلش کنی هر پرخار. خیلی خوب بشی بگو اینجور من اصلا اهمیت نمیدم کسی که باش موی راضی نیستم اهمیت بهش نداره من دنبال چی باشم دنبال کی باشم دیگه خواست بده نخواست نده بخواد بده میده نخواستم نمیده هیچ وقت شب فردا انشالله که خدا جای شدی؟ ولی اینجا که من میشیدم نقطه به نظرم باشه من ببین دوباره مال حقت باشه حسین او دفعه اینو گفته تا دکونه دادن نیم دنگش کردن گفته چی گفته نقدن روی چسب الان اونجا هم بگه بازدن من خالی میکنم مجموعه و مستجعی چون فایده نداره پس بعد من نباشم بیرونش میکنن نو. آره به خدا میدونم خونه که سند داده خب حالا این داد نداد خودش قرنامه‌ش هم به تو ندادن وقت نوشت بره همه خونه به من داد وقتی من نصف خونهش قرنامه گرفته نگرفته خب معلومه نمیده دیگه همه شو تو هم نصفش قرار به اثر دادشه نصفش تو خب دوباره ببین جسارت نشه به داداشم گفتم نقل تمعه میشه که زن حسنه اون که آقام خواست خونه رو به او خیام طالقانی نه صحبت تمعه نیست نه حسین صحبت قراردادی که ما با هم داشتیم حرف قرارداد تو قرارداد من قرارداد من بعد بابا پدر من وقتی اومد اونجا به کی گفت فقط به من نگفت که خب که سگم بود به او کسم بود به عمو وایسیده بود تا به کی گفت دیوار کجا بکش حالا من یادم نیست فقط حسنم بود یا نه نبوده احتمالاً نبوده یا خاطر که شاماجی استراحت نشه نبوده و قبولم نمی‌کنم میگم نوشته خب آره نشده حسین کاری که یواشکی انجام میشه میخوان بگن نه کجاش یواشکی او عزیز بیش از حد میخوان به یکی بدن یواشکی انجام میدن حالا حالا میگوی حسن نبوده مطمئن باش حسن نبوده توی حرفه نبوده چون مطمئن نیستم نه ببین حسین مطمئن ببین نگو نشیدم من که دارم میگم آره تو میگوی قبول من که دارم میگم اینجوری بوده چیزی که میخوان بدن اینجوریه نقل اینه مثلا اینو میدن یواشکی میدن میان دکتر رو بکنن دخترا نباشن تو خبرم نداشته ما که میخوای کار بکنی هر کی زینف نباشه نیست اینجوریه نه بود صد بدن میدونسته دیوار موقته ما حسین سبب دیوار کردیم فلان کردیم رفتن افتن دوباره سنت که فلان کنن بله اوستالا یادش نبودن تو قولنامه خونه که محمد بداده کلشو داری یعنی؟ نه نصفشو داری یعنی؟ اصلش فقط قولنامه
قولنامه یعنی طرف خودتو داری یعنی یا کلشو داری؟ قولنامه همیدونم قولنامه نیست که یک کاغذ نیست که اینجا دارم بکی کل عزیز حالا ببین اصلا ما نمیفهمیم چه متراژی همینجور بعد میرم بخو خندت طرف خودتو بهت داده یا کلشو بهت داده؟ از کده بهت میگم ما طرفی نداشتیم که نوشته همچی خونه دادم به مثلا فلانی. خب همچی خونه میشه کلش دیگه. مثلا همینو بگو. خب اگه اینجور نوشته میشه کلش دیگه. همین که اصلا زبونی هم این کار کرده ما. زبونی هم این کار کردیم و الا ما نمی‌مفتم اونجا اصلا. سند نگرفته هنو حال که فعلا. میخواد سند بگیره تا آخر عزیز دل من اگه قراره اقدام به سندی بشه که اینجور که این میگه اونجورم که اون میگه اینو مثلا آقا کلش بعد به نام ایشه. من شرعاً اینجا قرار اینجوری بوده. حالا چیز خرف و شرم نمیگوشن خرف و شرم شما درست میگوین نه اینکه بگید ولی قانونا این فعلا که اینجوریه. فعلا که اینجوریه. ولی فعلا اینجوریه. ولی همینی که هستم حالا فعلا قلمه کنم نمیخوای جای بنویسم که اما پس فرد سه قطره معلوم دستم به کجا منده لاغر اسکر آقای گوزیان رقمه بیاد بنویسه که اینجا به من داد کسی پس بعد ادعا نکنه پسه پیغمبر فردا برو با اینجا محضره بشینه بنویسن کی هست که اونو صدا درش کنی؟ این مهندره این کی هست؟ این سوسه میاد صبح بیا ما همه صبح بیاد بگید داداشی بنویسید این علا وکالت داره طرف هماش اما وکالت 4 نفر داره قبول داری که اینجا میگم مال حاجی اکبر بوده قبول داری اینو؟ ببین یا مال حاجی اکبر بوده یا مال همو بوده یا مال خونه بوده اگر اونم باشه واسه کل کارا دو اشتباهست یا که مال عمام هست چرا ما باید حق اونا رو بخوریم یا اینکه مال مانم هست چرا حق ما رو بخورید عمو که دون منه ها عمو میگه منه خب عمو میگه مال عمو میگم یا مال آقا عمو بوده مال همو الکی سند دادن رو همونه پس چرا دختر اسخر نخورن من نمیفهمم اینا رو وقتی میخوان اینجوری کنن هیچ که به هیچ که نمیرسه بره این خاطر اینقدر همه گره تو گرم قشنگ مثل آدم میان بگن این مال تو عقدش من میبخشم بگم اینجا نمیبخشیدیم ما یه همش میخوان لاپشونی کنن خنده دارش میدونی چیه یه چیزی شد میگم چرا داداش کلا سرنامه رو نوشتید چرا چون عموه گفته که ایکس و ایگرگ و زد که حالا نیستن فردا وقتی که این سرشو زمینه خانومم معترض خان شد که حق اینو بسونن بخورن به اینم ندن میگم شما به خاطری که میخواد حق کسی مثلا من حق منو کسی نخوره از اول شما خودتون بخورین یعنی یه جوری آدمایی هستی ببین همچه آدمایی میخوایم ما باش رو دیوار شده یادگاری می‌نویسیم من اینو به احمد گفتم اینو حرف میشده بود اختیارات میکردیم به خاطر که به احمد گفتم من سدونگمو قاضشو به کسی نمیدم یعنی به او گفته قاضشو به کسی نمیدم حق یتیما رو میخوای بخوری اون اینجا عمو راضی شد بچه‌م گفت به من پول نداده منم بهش گفتم من پولشو دادم وقتی اومدم خونه خیام طالقانی و به خونه اینجا که با آقام حرف زدیم معامله کردم 5 دونگونیم و به قضیه 3 دونگونیم دادم پس من حقم دادم میتونم هم اعتراض کنم اینجا مال ما بوده حالا امانت بدن دسته ای حالا بعد حسن آقا میگه دنبال لاف مولای میگم چرا همه میپیچونید به هم میگم یعنی به حق خود راضی باشید که این حقه به تو بچسبه حالا اگر میخواد کار کنید نه تا این حد رفتم رسیده به که راضی شده بفروشید بچه‌م فکر میکنم مثلا 400 تومن سهمش میشه که تا حالا نمیفروخت متوجه حرفم میشی تا بهش میگم 30 تومن 9 میلیارد 4.5 مال شما پسرا میشه تو دخترا 4 تا داری 4 تا داری کفش 1.5 2 میلیاردش فقط مال دادشه 1 میلیارد خودش مال تو 400 مال ما نه تو یک تا عقدش مال شما باشه تا ایشون گفت بخوام من میفروشم میگه عقد پوله دیدی 1 میلیارد چه خاطر فوقش به حساب کتاب تو 1 میلیارد بازم بهش بمونه میفروشن دیگه حرکتم تا این زنده بفروشه واسه میفهمی سند اصله یا سند به قول تو کاغذ دسته‌ای نه من تو زنده میکنم باید بکنیم میکنم به بلای علی چه کاری؟ به قرآنی که تا چه کاری؟ میفروشن نمیذارم هر خمدی او بخورن به نسبت خوب غلط بکنن و میفروشن والا واسه زمین خیلی بگرده همش تو هر میفروشن به قرآنی که تاخچه میفروشن میدونم راست میگه اگر که بخواد سعی بندازن واسه سعی بندازن گوش کن یا مشتری بذار اقدام بشه نه گوش نمی‌کنی میگو نمیشه اصلا کلا میگو نمیشه تا زنده مامان اقدام بذار بشه حسین جان که شاید گره تو کارش هست شاید چیزا تایی هست میتونه واکنم شکایت کارش حسین جون
کار نداره بفروشی. زندان کارش جهنم وقتی پاش بیفتن هر غیرتی میخوام که آدم دیگه بعد حقش نه دفاع کنه. همین تو خود فروشه. شما نوعی هی نشستی چند سال از اون روزی که من روز اول اومدم 4 سال به قرآن فکر کنم گذشته نگذشته والا سرنامه گذشت نشستی حالا نشستی کسی اومد به دستت بده حق گرفته نیه باید بگیر آدم میفروشم صبحنامه ای بشه میخوام تا زندم خوشی بچه‌ام ببینم نمیخوام چرا تو برادری که زلت کشیدم خدا وکیلی چرا برادری که دلش بره تو میلرزه ولی بلد نی لرزونده نشونشو بده تویی که نوعی که حج با حیا داری احترام حالی هنو که اینجور به برادرت بر نمیگردی چای طولش نمیزنی چرا باید احساس کنه آدم مثلا گرفت ناراحتی بدت میاد ازش یا هر چی یا قبولش نده که میگه دروغ میگه چرا هیچ کدوممون اینجوری نیستیم دلمو بره هم میتپه واسه خدا وکیلی اینو بره هم دیگه رو اینو دوست داریم پس اجازه بدیم این اگرم شک و شبهه‌ای وسط هست اثبات بشه انشالله گرفتاری ها حل بشه من گفتم خدا عنایت کنه اثباتی گفتی به شما اثبات بره من اثبات بشه نه ببین تو هم تی دلت به خدا میفهمی انشالله که نه حسین نگو دیگه من میخوام خوشبین باشم این وریشو نگاه کنم این من میخوام این وریشو بگم بعد سال 1404 همه دور سفره افسر ماما میشینیم انشالله خونه جدیش میشینیم همه شما میگه بره از دست با میشه سعی که میخواستی خونه بخری چرا یادت من نفهمیدم روزه حضرت عباسی که میخواستم خونه بخرم حضرت عباسی کی بوده؟ 6 با پیش نه بیشتر 5 ساله عموه گفت که شما میخواید خونه دی بفروشی هر جا بری مثل این جلخات بود خیابون دو شاید الان بهشت بگن دوباره نه دوباره این شد خواهم گفت شرخش شد به مدد منم گفتم من سانت خونه ما به تو نمیدم میخوای بسونی یتیما بسون حالا دیرو گفت بفروش اصلا ربطی به اونه داره لحاظ قانونی واسه هیچ ربطی به اونه داره لحاظ شرعی هم گردن من یکی نی چون من دادم بهش میفهمی دیرو گفت در قبال دادم شما خودتون میدونید اگه میخوای شرک و صفر کو در بری من یه بار داداشم میگم به قرآن میفروشم قرآن دستش بدم فایده نداره دست تو نی میگم اگر قرار بشه شرک و صفر کو در بیارم من بهشو گفتم اسکول که نیستی مردفی بیام بشینی مخ خدا وکیلی بگو خونه دایی حسین به بچه محمد رادین چی گفت 8 بار این حرفا رو دارید میزنید دوباره دارید از شروع میکنید بابا معترض میشن آدم حساب روانشو بره کی بره کسی دیگه که بره من نجوشه آدم ازیاد میشه گفت خدا 8 بار گفته دیگه آقا دیگه تا بچه 8 ساله میفهمم ما نفهمیم من که تصمیم گرفتم دندون لقو بکنی تو اگر راه حل بهتری داری بگو نه خب منم همینو میگم راه حلش همینه خیلی خوب به پول برسم پول به صد باشه واسه همه به سهما میرسن دیگه وقت میفهمه کی میخواد سهم بده کی میخواد کجا رو نده قبول داری وقت میشه میفهمه آدم که چی هیچ هست ملاحاف مولای هست وقتی که حرف نمیزدم من فکر میکنم به این چیزاست چه چیزیه دوباره؟ بری حرف هست من گفتم که بعدت می نگفته بشید اگه این قیمت میخرم من میفروشم آره والا آره نگو پسته چرا خیلی خوب حرف نی یه زیمی داریم ما برای زیده آره خب نه هر سال میخوام بفروشن دیگه دائم آره بری هر سال میگن امسال 5 میلیون میخرن سال دیگه 7 میلیارد میخرن وقتی بعدت تو اینو گفته نمیفروشه چرا نمیفهمی کی نمیفروشه بعدت نمیفروشه اینجا رو خب شاید فروخ بگی دقیقش گفتی 9 میلیارده آره صبر کنیم سال دیگه میشه نه نگفت اینو 10 میلیارد خب باشه نه سال دیگه بشه ما دیگه هدف پوله صبر کنیم سال دیگه نه 15 میلیارد حسین گوش کن فردا میره بونگا من میرم میگم خیلی خوب با قرآن هم اسم خام شد حسین ما که قرار نیست جایی امضا کنیم تو خود اصلی حسین جون نگاه کن یا اسکل خام شد پشتم خندید ببینم اسکله اومد بهش خندیدیم یا مثل دورت نه فرض شده که توقع دیگه نرسید من گفتم حالا
خب حالا گفتی چی گفتی؟ آره همینا که بود منفی نگو، من اینا رو پیش گفتم همه بشه. نه انشالله که درست. نه انشالله که من هنوز درست مثلا می‌بینی؟ اجازه دارم امید ما دست ندم دیگه. باشه امیدوار باش، خوبه. انشالله که خدا کمکمون کنه. بله تو همین قرآن انشالله نوشته خدا که کمکمون خدا کنه. گفته انشالله که به حق محمد اگه محمد به غیر از من به کسی امیدوار باشی بابا. جوری ناامیدت میکنم آره، که از آره، جات آره. بلندش. قبول دارم اینو. کاری که به بله، من کاری که کرد. شما کرده. کاری که به من کرد. آره میدونم. تو شدی؟ نه این من دیگه اصلا امیدم به اینا بود دیگه که چجوری خدا ناامید باشه. شدم. حالا انشالله به حق فاطمه زهرا میای به خداوند امید کرده میاد ای درست میشه، گره از کارت وا میشه. چنان من بارها پشت سر تو گفتم گره آره نه مالی شد باشه مالی با قرآن میشه. باشه ولی باشه حسین دیگه از زیر حسین تو گذشت داری رفتاری چیزا دیگه به من مهم نیستن. نه ادا بی گذشتار در میان. عاطفی که تو من پشت سرت گفتم تو داری، تمام مسائل مال جنبه عاطفی در. عاطفی که داری والا هیچ کدوممون نداریم. من قصه خودم که باور کنی. عاطفی که تو داری از روحیات و سکناتت معلومه دیگه به چی جوش تو آدم عاطفی هستی. ادای بی عاطفارم در میان الکی گذشت بکن دیگه وقتی به کجا رسوندن که دیگه من یه چیزی بگم. آره میدونم قبول دارم. حسین حرفم بلش کن. نه بگو این هر که هرچی گفت به من گفتم. به من گفتن که بخیر خونه ده بفروشی. نه داداشه گفت صدای تو داری حسین بیشتر سمه تو حق داری بفروشی. یا یکی بخره ازت هر که مثلا میگه نمیفروشم مثلا من نوعی من صدقی که یاسم دارم مثلا یکی 1/1000 عددی نیستم مثلا ناراضیم بیام بخرم اشکال نمیخوام تو به تو بفروشیم. تو به قول تو ناراضی بخیر تو بخر. هرچی گفت که اگر خیر نگو به کسی میخوام بفروشیم میخوام بگو به همه گو خواهده که بدنم دایی حسین گو خواهده که بخیر خونده بفروشی هر که هر چیز گوزی گوش بشنازی گوش در کار خود دو بکن. آره منم کار خود رو بخوام کرد. ایشالا سالم باشی. در حالا ممنون زمان گذاشتی اومدی و خدا وکیلی من قصدم نمیدونستم هر آنچه که میدونستم و والا اینجوری روباتی گفتم اون چیزم که زورنامه بوده اوور بوده خدا وکیلی نفهمیدم تا رم رفتم من بفهمم میپاره کرد. اون سلام که برای خاطر من صعب کرده بالا فهمیدم. نه به خاطر هیچ که صعب میکردم بودم دستم به جای برنه بود. آره کاری نتونستم بکنم. حالا برای خاطر من که روزان بهت گفتم میگه الان فاطمه اینجا نشسته گفتم مادر به خاطر تو نگینم بو پلم میکردم خونش تو کوچهش میرختم که دیگه این کارا نکنه سر حرفش وایسه. دست فهمیدی؟ آره درسته کاری درستشو کرده. ولی من وکیل هم اونجا پیش دستم هست. آره چند تا جرم کردن اینا مهم که نه ما رو به مردم ها بریدیم بلش کن نه دیگه یه جور بشه مردم زی پا میذاریم تو خدا بده تو بیامرزن همه دیگه چیز بخور بالا بخور دو قازادی من بالا بده دیگه همه جوره که آدم نمیاد که چاپ شه در حقش. میگم که حالا با میشه که درست میشه. نه من که میگم نه این دفعه تو بمیری از تو بمیری یعنی خدا وکیلی چیز میشه درست میشه ان شاء الله. درست میشه. بریم من امید فردا میفهمیم. فردا هر موقع اومدن زنگم. هر موقع اومدش زنگم به داره شومم شد خامه چیزا درست کنم. شما بیایید. یه اصلا نمیاد. که رسیدی. اصلا معلوم نمیاد. چطور نمیاد؟ نه خواهد اومد دیگه باید هماهنگ کردید باشه. چرا میاد؟ هماهنگ طور نمیدونستیم. داداشه گفت بگیم منم گفتم حسینه باید بدونه اول تو باید اجازه به عنوان یه فروشنده باید تو اجازه بده. اجازه بده سم داری نه بعد چم یکی فقط رئیس تویی حسین میدونم سورنامه ببین شما الان گرفتارید با داداشه سری که دو مثلا عادی تو بخشیده باشی به او که نیست که پولش نداده بشه مثلا بخشیدی تا پولش بگیری در قبال سورنامه کارو کرده. خب وقتی سورنامه رو هوا بره اوجام رو هوا رفته دیگه پس در اینجا باید بنویسی همچی چیزی رو. مامان مثلا میگفت نه برش که وقت فروشته گفتم بابا اومده اینو سورنامه رو بنویسیم باطل و وقت اونجا رو هیچی نمی‌نویسیم. خب باید بنویسیم اونجا چه چیزهایی رد و بدل شده در قبال سورنامه اونم رو هوا بره. اونم که رو هوا رفت درست سند 6 تا گرفته میگویی مثلا بی ارزش اعتبار نداره ولی بازم نوشتنش باز نوشتنش به نظر من بنویسی تو بعد نوشتی این کارو می‌کنیم خدا خیرت بده واسه بریم چطور خواهد شد ان شاءالله که درست میشه. آیا بخون مزاید بزید چشم به وجود تو هم مهم نیست.
ها؟ خاطر اینکه گوش برد نمیدم میدونم اینی که حال به من بگو. خب من مهم نباشه 3 تا چله ننشستم که چیزا نفهم حسین دیگه. میدونم نگاه کن حالا بدش بیا موضوع کتاب. ها؟ ها؟ نه با اشتراک چه 3 تا چله که مرمر میشه تو قرآن. حالا 3 تا چله چیز ننشستم که دیگه بود که کسی نگاه کن به من باش سلام میگم تو این کار کردیم گوییم وجود مهم نی قبول ولی که منم مثل بقیه نه مهم نیست که این گوش بده نه گوش نمیدن قبولم منم برم حسین برم مثل عقب بشینم که دیگه چیزی نمیشه که زش میشه باشه میدونی به نظر من به دل خودم وارثم میگم بذار اگه به دمی به قدمی یا درمی باشه بذار کارمو بکنم که پیش وجدان خودم بگم اومدم کاره کردم گفتم بس بچه بالبالم زدم آره ما آفرین من بالبالم بگم زدم نکردن خودشون نکردن در واقعش هم تا خودتون نخد که هیچ چی نمیشه نمیله گفتم من انتم هفته بس کله اصلا بذارم که بیا اجاره بده یا اجاره بکن ولی من میگم گفتم خدایا گفتم خودشون نکردن دیگه این مال من امید باشه قربونت برم حالا فعلا برو فردا صبح بیا باشه خدافظ باشه ببین حالت پول ما اومده خیلی دست درد کنه حالا میخوای اینا اینجان حالا نه میگم خیلی خواستی اینا اینجان من که من که مادر لبدو ببینم قصه همه دون میخورم انشالله به حق محمد خواستی بپوشی هیچ مشکل ندارم همینه میخواستم گفتم داداشگو به حسینم بگو او گرده من از بی خودی من سهمی ندارم اینجا که هر کاری بکنید فهم کنم خیلی خوب اینجام که مهم نیست من هر جا باشی همونه باشه دست درد باشه